ببینیم که چنگال های قدرتمند سیدال با تجربه امتیاز را حاصل میکنه یا خیر. چه هیچ کس مراقبت نمیکنه، هیچ کس نیامد به سمت سیدال، اما این امتیاز هم نشد، هدر رفت. چطور شد یک لحظه سیدال خود از بقیه کشید، امتیاز نشد. فرصت سوزی پهلوانان کندوزی. ببینیم که چگونه یک بار فاصله گرفت سیدال پهلوان از بقیه و با اقتدار گساله را آورد، اما سرعت اسبش زیاد بود و در نهایت گساله پاچه گساله سر دایره حلال بود و امتیاز سوخت. 21مین دقیقه این کار هست و کار کماکان به نفع جوانان بغلان دنبال میشه. آیا کندوز در فاینال خواهد بود یا جوانان بغلان؟ کدام یک؟ 22مین دقیقه این مسابقه است و کار کماکان به نفع یاران جوانان بغلان دنبال میشه. دوباره برداشت برای بازیکنان دو تیم. ببینیم کندوزی ها گساله در اختیار میگیرن، از راه میرسه سید عوض. سید عوض موفق نمیشه. ببینیم یاران کندوز میرن به سمت امتیازگیری یا خیر. فرصت هست برای سیدال پهلوان، موقعیت داره این پهلوان، امتیاز میگیره و باز هم نشد، باز هم نشد، باز هم نشد. نه نمیشه، قرار نیست که این گساله حلال بشه. اشاره میکنه که حلال نیست، پارچه گساله سر میدان هست. در ادامه تغییرش دادن، امتیاز نیست. آنچه که در تصویر اولی بود با آنچه که فعلا وضعیت را میبینیم با هم تناقض داره. ببینیم اینجا بله پاچه گساله سر دایره هست و امتیاز نیست. بله اعلان میکنه ابراهیم ترکمن که امتیاز نیست. اگر اعتراضی هم وجود داشته باشه که قطعا امکانات هست، شرایط ریویو توسط ملی سپورت فراهم هست، میتونن تصاویر ریویو بکنن. در غیر این صورت امتیاز نیست. بازم اشاره میکنه، بله برای زبی اشاره میکنه که امتیاز نیست. برداشت جیگ به جیگ بین پهلوانان دو تیم، دوتا با هم باید رقابت بکنن. ببینیم که امتیاز از آن کدام بازیکنان خواهد بود. رقابت به صورت گله‌ای است، کشمکش و تنش بین پهلوانان دو تیم. دوباره برداشت صورت گرفته، باز هم پهلوانی از بغلان و پهلوانی از کندوز. کش و گیر گساله بینشان ادامه پیدا میکنه. فرصت برای یاران جوانان بغلان هست. اسب که با چابوکی تلاش میکنه گام برداره. اسب تورق بازیکنان تیم بغلان موفق میشه یا خیر؟ کشمکش ادامه پیدا میکنه. فرصت هست بین پهلوانان یا خیر؟ 24مین دقیقه مسابقه از کار کماکان به نفع جوانان بغلان دنبال میشه. عبدالسلام با تمام وجود تلاش میکنه که کار را برای یاران بغلان سخت بکنه. بغلانی ها با تمام وجود سعی میکنن که ضمن حفظ نتیجه گل های بیشتری هم به ثمر برسانن، امتیازهای بیشتری هم کمایی بکنن. باز هم تلاش برای پهلوانان بغلان هست. ببینیم این اسب تارق چگونه از این موقعیت به نفع پهلوان استفاده میکنه. راهش دور کردن. باز هم فرصت برای صدرالحق، کماکان صدرالحق، امتیاز چهارم. وای 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 وای، امتیازهای یکی پی دیگری برای جوانان بغلان هست. همه را سورپرایز میکنه این تیم شایسته، این تیم مقتدر، این پهلوانان عالی و چاپاندازان چیر دست بغلان. سید مسعود خوشحالی خود به نمایش میگذاره. چه امتیاز گرفتن یاران بغلان. ببینین صدرالحق صدرنشین شد در برابر همه پهلوانا. 2 امتیاز را به تنهایی گرفته صدرالحق.
25مین دقیقه کار. کندوزی ها در آه و حسرت و نگرانی فرو رفتند. تصمیمی که اعلان شد، امتیازی که گرفته شد، 4-1. 5 دقیقه پایانی مسابقه است. خوشحالی سید مسعود هست. بازیکنی که در تصویر می‌بینیم سید مسعود است، اما بازیکنی که امتیاز را گرفت صدرالحق هست با شماره 4. هواداران کندوز ظاهراً بر لبانشان سکوت، مهر سکوت چسبانده شده و هیچ واکنش نشان نمیدن. صورتهای در هم رفته، چهره‌های مغموم، مضطرب و نگران و بغلان سرشار از شور و اشتیاق و خوشحالی با این عملکرد فوق‌العاده. چه تیمی جوانان بغلان فرستادن در این تورنمنت. دوباره برداشت گوساله مرحله بعدی که همه پهلوانان را به یک رقابت نفسگیر دعوت میکنه برای دقایق باقی مانده. 27مین دقیقه کار است و کماکان این بار زبی پهلوان گوساله در اختیار داره. زبی پهلوان باز هم سرعت میگیره. اسب فوق‌العاده عالی که در اختیار زبی پهلوان هست. امتیاز شد یا خیر؟ چیزی مشخص نیست. ظاهراً گوساله در داخل میدان هست و کار باید از میدان دنبال بشه. اسب جیرند زبی این بار او را همراهی نکرد، همکاری نکرد و فرصت از دست رفت. کشمکش بین پهلوانان دو تیم در جریان هست. ببینیم که چگونه سوارکاران از این موقعیت استفاده خواهند کرد. باز هم فرصت از کف رفته. داور مرکزی میره به سمت دایره برداشت. انگشت اشاره خود نشان میده که بیان از دایره برداشت کار را دنبال بکنن. صحنه یا استره با همدیگر مرور میکنین. ببینیم که چگونه فرصت ها تبدیل به امتیاز شد، چگونه همه باورها تغییر کرد، همه پیشبینی ها برعکس شد. اتفاق همه را سورپرایز کرد. کندوز نه، بغلان هست که می درخشد. جوانان بغلان در بین ستاره های پرآوازه کندوز یک نیمه نبض بازی را در اختیار گرفتند و کاری کردند کارستان. تحول کلان، خلاف انتظارها، خلاف پیشبینی ها. نمایش قدرتمندانه و عملکرد فوق‌العاده عالی. همه را انگوش به دهان ماندن. نوبت زبی پهلوان هست. خود به هر آب و آتشی میزنه که بازی را بازگردانه، به جریان بازی بازگردند و امید انگیزه به خون بازیکنان جریان پیدا بکنه و دوباره کار را در نیمه دوم با اقتدار بیشتری دنبال بکنن، با امید بیشتری دنبال بکنن. زبی پهلوان گوساله در اختیار داره. زبی کارش گره میخوره و مسیرش تغییر پیدا میکنه. مگر اجازه میدن این پهلوانان با شکوه و فوق‌العاده عالی و آماده و مستعد و توانای جوانان بغلان کار زبیر سخت کردن و اطرافش خیمه زدن و کار را اجازه نمیدن که زبی به آسانی و دایره حلال نزدیک بشه و امتیاز را بگیره از بغلان. در این واپسین دقایق امتیاز به دست آمده. بله، برای کندوز امتیاز دوم را کندوزیان به دست آوردن. حالا اختلاف و عدد دو رسید. زبی پهلوان دبل میکنه در این مسابقه. به تنهایی خود در برابر جوانان بغلان رقابت میکنه. ببینیم این به هم پیوستگی را، این تنش را، این تلاش های پیهم زبی پهلوان در نهایت کندوز را به امتیاز دوم رساد و اختلاف را به حداقل. تقریبا 25 ثانیه تا پایان مسابقه زمان هست و بغلان کماکان 4 در برابر 2 برابر کندوز ایستادگی کرده و موفق شده که امتیاز کسب بکنه. ببینیم که از این واپسین ثانیه ها استفاده میکنن یا خیر. 10 ثانیه پایانی است، فکر نمی‌کنم که فرصتی باشه و وقفه خواهد بود برای 10 دقیقه.
زمان هم به پایان میرسه و ویسل میزنه. بله ویسل میزنه داور مرکزی. بازی در نیمه اول با برتری 4 در برابر 2 به اتمام رسید به نفع جوانان بغلان و بغلان ها فرصت دارند که در نیمه دوم از امتیاز به دست آمده به نفع خود استفاده بکنن و حفظ نتیجه بکنن و کار را برای کندوز سخت بکنن. اگر بغلان بتونه نتیجه خود حفظ بکنه به مرحله بعدی صعود خواهد کرد. بریم به سمت همکاران ما در استودیو. چند دست من نتیجه؟ واو عجب نیمه نخست را داشتیم. شهیدی یک نیمه کاملا متفاوت. کاملا عزیزانی که فکر میکردن کندوز شاید بتونه در نیمه نخست جوانان بغلان را شکست بده، اما در نیمه نخست جوانان بغلان فوق العاده عالی بودن، فوق العاده خوب درخشیدن و نیمه نخست 4 بر 2 به نفع تیم جوانان بغلان به اتمام رسید. بله لکه څنګه چې اسف جان یادونه وکړه ډیره پرګوله او که د بوسکشي په اصطلاح وایي پر حلاله چې ډیر زیات حلالونه پکې ترسره شول. لومړۍ نیمه ترسره شوه چې ډیره پر زړه پورې وه. واقعا مینوال به هم خوند ترې اخیستی، موږ هم بلا خوند ترې واخیست، ځکه چې په یو سیالۍ کې دومره حلالونه ترسره کېږي او دومره حساسیت و جالبیت ته ځي، نو د هغه خوند 2 چنده و 3 چنده زیاتېږي اسف جانه. بله واقعا فوق العاده یک رقابت خیلی خوبی را داشتیم. امیدوار هستیم که نیمه دوم هم همین را جذاب و دیدنی پیش بره. من قبلا هم یادآور شدم که در پهلوی نام بغلان جوانان نشست. در قصه جوانان نشین، اینها خیلی با تجربه هستند، خیلی انرژی دارند، خیلی میتونن موفق باشند در این دیدار. کندوز نباید دست کم بگیره نیمه دوم را. کندوز نباید کم حساب کنه تیم جوانان بغلان را، به خاطر اینکه جوانان بغلان میتونه به فاینال بره. بریم هایلایت نیمه نخست، صحنه های جالب نیمه نخست را با هم یک جا ببینیم. دوباره برمیگردیم بحث ما و شهیدی ادامه داره. بریم به سمت هایلایت، لحظات برجسته دیدار تیم های بغلان و کندوز در مرحله سیمی فاینال یا مرحله نیمه نهایی مسابقات دور دوم تورنمنت بزکشی مزار شریف. ببینیم که سید عوض در ابتدا کار طوفانی آغاز کرد، گسار برداشت کرد، در ادامه از راه رسیدند و پهلوانان بغلان توسط فضل به امتیاز رسیدند. امتیاز دوم از میان تلاش‌های بی ثمر بازیکن کندوز گساله ربایی کرد، به اصطلاح عام صدرالحق، که متوجه نشدن گساله چطور برداشته شد و چطور به دایره حلال رسید. صدرالحق امتیاز گرفت. امتیاز سوم رضوی پهلوان با این اسب قدرتمند جیرند خود رساند به دایره حلال و با زیر 2 بر 1 به حداقل امتیاز و حداقل فاصله رساند و گساله سوم این گونه از راه رسید. دوباره صدرالحق از همه پیشی گرفت، با این سرعت و با این چابوکی اسب خود آمد امتیاز سوم را برای جوانان بغلان به دست آورد و در ادامه تلاش‌های پهلوانان دو تیم، موقعیت‌هایی که یکی پی دیگری از دست رفت، هیچ کدام نتونستن استفاده بکنن و گساله چهارم هم که دیدیم توسط زبی تبدیل امتیاز. اینجا سیدال فرصت داده شد برای سیدال و نتانست 2 بار تلاش کردن. پاچه های گساله سر میدان بود، هیچ کدام امتیاز نشد. یکی از جمله امتیازهایی که سوخت این قسمت بود و این هم امتیاز چهارمه که برای بغلان به این زیبایی به دست آمد و سید مسعودی که خوشحالی خود به نمایش گذاشت و در ادامه هم زبی پهلوان گل آخر به دست آورد. از بین این همه تلاش ها و کشمکش ها امتیاز دوم برای کندوز. بریم به سمت همکاران و وقفه. هم ستړي مشه درنو لیدونکو، د سیالۍ لومړۍ نیمه پای ته رسېدلې. کندوز
او د بغلان ځوانان 4-2 کندوز لا هم 2 امتیازه شاته پاتې ده آصف جانه چې لا وکولی شي چې سیالۍ مساوي کړي. بیا به نو د بغلان ځوانانو باندې هومره فشار او پرېشر نه وي. اوس به غواړي چې څه دفاعي ولوبې تر څو وکولی شي چې دغه 2 امتیازونه په توفیر هم حداقل سیالۍ وګټي. بله هواداران کندوزی نباید ناامید شوند. 30 دقیقه دست نخورده هنوز هم باقی مانده، هنوز هم وقت دارن کندوزی ها تا بتونن کامبک کنن و بتونن دوباره نتیجه را به مساوی برسانن، حتی بتونن رقابت رو به پیروزی برسانن. اما نیمه نخست فوق العاده عالی بود، فوق العاده خیلی خوب. جوانان بغلان فوق العاده عالی درخشیدن. یعنی نسبت به کندوز جوانان بغلان اگر ببینید نسبت به رقابت های قبلی کندوز عالی بوده نسبت به درخشش هایش. اما نمیدونم چرا امروز کندوز افت کرده و نتونسته در نیمه نخست خوب درخشه. یعنی بر ما هم جالب بود که کندوز با این همه ستاره‌ای که در ترکیب خودش داره چطور در مقابل جوانان بغلان کمکاری کرده و انشالله که در نیمه دوم هر دو تیم باز هم همین گونه جذابتر رقابت کنن، عالی رقابت کنن تا نیمه خوبی را داشته باشیم. هوادارا هم همین گونه تشویق داشته باشه، رقابت دیگه هم خوبتر میشه. بله لکه څنګه چې آصف جان یادونه وکړه بغلان ځوانانو اټیکینګ پیل وخت حمله ییز او بریدیز لاړل او کندوز لوبډله کاپي د تاثیر لاندې راوستله او د فشار لاندې راوستله ځکه چې یو لوبډله اټیک کوي تیزه سیالۍ ترسره کوي حساس مخې ته نو حتما بل لوبډلې باندې آصف جان پریشر وي فشار ډېر پرې زیات وي نو بغلان ځوانانو همدا کار وکړو. نو اوس کندوز هم باید کوښښ وکړي چې حداقل د خپل مینوال زړه لاسته راوړي. بله در نیمه دوم مشخص خواهد شد که کدام تیم از این دو تیم البته یکیش میره به فاینال و تیم دیگر هم میره به مسابقه رده‌بندی. البته یادآور شوم که مسابقات رده‌بندی روز جمعه ساعت 10 آغاز خواهد شد که یک تیمش بلخ است، یک تیم دیگر هم از بین دو تیم مشخص خواهد شد و تیمی که به پیروزی میرسه در این دیدار میره به فاینال. و بغلان خوب بودن در نیمه نخست و خیلی امتیازهای خوبی را گرفتن. در یک سمت من دیدم همگی بالای یک صحنه تمرکز داشتن، اما یکی از پهلوانان گوساله رو با خودش برد، هیچ کس خبر نداشت که چگونه گوساله برد به طرف دایره و پس آن که همگی دیدن پهلوان بغلانی امتیاز گرفت. یعنی بر من هم جالب بود چقدر امتیاز عالی بود. همین گونه هست که همین گونه کار تیمی هست که یک تیم را میتونه به قدرت برسانه، یک تیم را میتونه به امتیاز برسانه و این یک نمره یک دو نمره خیلی مهم است. گفتم شاید قبل وقت بازی آغاز میشد گفتم هر ورزشکار که اشتباه میکنه، هر تیمی که اشتباه میکنه یک امتیاز را اشتباه کنه تیم را مکمل از فاینال باز میمانه. بله په بزکشي کې بیا د امتیاز راسته راوړل د یو حلال ترسره کول دا نو ډېر غټ کار دی چې یو لوبډله ترسره کوي. هغه صحنه زما هم په فکر کې شوه د بغلان پهلوانو چې د ټولو له منځ څخه په ډېر تخنیک او چال سره نو چال هم دلته کار ورکوي، تخنیک هم کار ورکوي، ټول لوبغاړي بیا هم هلته مصروف هغه وتوانېدل چې خوسکی د حلال دایرې ته ورسوي. نو دا د هغه لوبغاړي ځیرکتیاو په جلا تخنیک او تکتیک باندې دلالت کوي. وبګورو چې 2 نیمه کې به کندوز آصف جان حتما په یو نوي پلان سره میدان ته داخليږي. کوم ستونزې چې په لومړۍ نیمه کې لرلې حتما به په هغو باندې کار کړی کوښښ کوي چې په نوي پلان سره میدان ته داخل. بله کار تیمی هست. شاید هر تیمی که کار تیمی می داشته باشه، تمرین کرده می باشه، مشخص است که در نیمه اول مشخص بود که جوانان بغلان با هم کار تیمی را انجام دادن، با هم رقابت را انجام دادن، تمرین کردن تا امتیاز بگیرن این گونه در مقابل کندوز. ما قبلا از بازی که آغاز میشد ما یادآور شدم که در قصه اینش کندوزی ها که این تیم جوانان بغلان هست، جوانان هستند، یعنی نخیر تجربه دارن و نشان دادن که چقدر یک تجربه خیلی خوبی دارن، تمرین کردن و کار تیمی انجام دادن و توانستن که خیلی به خوبی امتیاز بگیرن. بله لکه څنګه چې آصف جان یادونه وکړله همداسې کول ورته پکار دی کندوز ته. بیا هم تا مخکې مې یادونه وکړه چې یو نیمه را درس دقیقې دی، کافي فرصت دی، کافي چانس لري چې تر څو وکولی شي چې بیرته ښه کمبک وکړي، ښه بیرته راوګرځي. خو بغلان ځوانانو لږ سهار چې ته یادونه وکړه ځوانان دي، ځوان انرژي لري او له خپل انرژي څخه استفاده وکړه باید په کم لاس باندې ونه نیول سي. د ما پټرول په وړاندې که چیرې دوی فاینال ته وځي د ما پټرول په وړاندې به هم دوی خطرې پیښې کړي او دا لوبه داسې لوبه ترسره کول ما پټرول لوبډلې ته هم د خطر زنګ دی.
بله بله یما پترول این رقابت را بدون شک مربی یما پترول همچنان بازیکنان یما پترول میبینن این رقابت را و از نقاط ضعف و نقاط قوت تیم بغلان مشخص خواهد شد و البته میبینن نوشته میکنن نقاط ضعف و نقاط قوت تیم جوانان بغلان را هم از کندوز را هر تیمی که میره به فاینال تا او پلان هایی که در کاغذ به خود نوشتن او پلان ها را در میدان بازی پیاده کنن و بتونن در مقابل جوانان بغلان یا کندوز خوب بدرخشن. یما پترول آرام هستند، راحت میکنن، استراحت میکنن و کنترل دارن. در فاینال مشخص خواهد شد که چگونه آیا یما پترول باز هم میتونه البته در نخستین حضور خودشان در تورنمنت بزکشی مزار شریف میتونن به قهرمانی دست پیدا کنن یا خیر. بله نو وګورو چې څه ډول سیالي ترسره کېږي. ورزو د کمنټري باکس په طرف زموږ همکار واسع احمدي په کمنټري باکس کې د لښکرو کمنټري څخه خوند واخله. بریم به سمت ادامه مسابقه. جوانان بغلان در حال نیمه دوم را برابر کندوز به میدان میرن که 4 در برابر 2 پیش هستند و 2 امتیاز اختلاف. کارشان کمی ساده تر هست برابر کندوز، اما قطعا کندوز خود به هر آب و آتشی خواهد زد که این نتیجه اختلافی را کم و کمتر بکنه و تساوی برسونه و پیشی بگیره و صدرالحق کماکان گساره در اختیار گرفته میره به سمت دایره حلال. ببینیم که موفق میشه صدرالحق یک از پهلوانان ولایت بغلان یا خیر. ببینیم که به سمت دایره حلال کماکان تلاشایشان ادامه پیدا میکنه، نزدیک دایره حلال هستن، مسیرش تغییر میدن، کماکان گساره حفظ میکنه. فرصت هست برای صدرالحق، نزدیک دایره هست. چه اسب خوبی در اختیار داره صدرالحق پهلوان. صدرالحق پهلوان کماکان گساره در اختیار صدرالحق هست. این اسب جیرن او را به امتیاز میرسانه یا خیر او را از مسیر کشاندن به بیرون، لجام اسبش گرفتن. ابراهیم ترکمن نزدیک صحنه هست، اجازه نمیده که کسی کار اشتباهی انجام بده. گساله از دستان صدرالحق به زمین غلطید. حالا فکر میکنم که به اوت رفته. بله حالا فرصت از دست رفت، فرصت از دست آمده غنیمت بود برای یاران بغلان، اما از دست رفت و برداشت در مرحله جیگ به جیگ دنبال خواهد شد. داور مرکزی را میبینیم اشاره میکنه که بیان از دایره برداشت در مرحله جیگ به جیگ کار را دنبال بکنن. پهلوانان هر دو تیم اینجا 2 سوارکار در برابر همدیگر قرار دارند. در مرحله جیگ به جیگ عبدالسلام هست، در سمت مقابل حاجی عبدالقهار هست. یکی سوار بر اسب جیرن، دیگری سوار بر سرخان رقابت خود دنبال میکنن. ببینیم که چقدر موفق خواهند بود. اجازه کار را نمیتن، بازی متوقف هست. نباید که زمان را هدر بتن پهلوانان هر دو تیم. زمان هر چقدر که میگذره بر ضرر کندوز خواهد بود. 2 یار شماره 1 رو در روی یکدیگر قرار دارن، اجازه نمیته. عبدالقهار با اقتدار برابر عبدالسلام ایستادگی میکنه، او را از مرحله دور میکنه. ببینیم که در نهایت 2 پهلوان دیگری که مرحله جیگ به جیگ را دنبال خواهند کرد چه کسانی خواهند بود؟ کدام 2 پهلوان خواهند بود؟ کدام 2 رقیب خواهند بود؟ باز هم برداشت جیگ به جیگ هست، این بار بین سید عوض و همچنان صدرالحق. البته سید عوض نه، زبی و صدرالحق. زبی کماکان گساره برداشت کرده، به سمت اوت در حرکت هستند و فرصت از کف رفت و در حرکت هستند و فرصت از کف رفت و موقعیت سوخت. دوباره برداشت جیگ به جیگ خواهد بود. 34مین دقیقه، زمان زیادی باقی مانده. ببینیم کشمکش بین صدرالحق و زبی پهلوان در جریان هست. سوارکاران چیره دست 2 ولایت کندوز و بغلان، 2 ولایت همجوار، 2 ولایت همسایه در
زون شمال کشور دنبال میشه. صدرالحق دوباره میره گساره برداره. زبی دوباره برای او مزاحمت ایجاد میکنه. صدرالحق دوباره گساره در اختیار گرفته. صدرالحق میره به سمت دایره حلال. عبدالسلام در مقابل او قرار میگیره. این بار سید ایوز گساره در اختیار میگیره. رقابت اسبهای جیرند کامکان در میدان دنبال میشه و اوت شد. عبدالسلام از راه رسید و جلو سید ایوز را گرفت و اجازه کار را به پهلوان نامی ولایت بغلان نداد. ببینیم سید ایوز چگونه با چابوکی زیاد به سمت دایره حلال میرفت. اسب خود لجام زد به سمت دایره، اما سرعتش زیاد بود و فرصت از دست رفت. باز هم سوارکار مرکزی، داور مرکزی سوار بر اسب سمند پهلوانان دو تیم را برای رقابت دعوت میکنه و هوادارانی که کیپ به کیپ هم نشسته هستند و در سکوت کار را دنبال میکنن، چشم دوختن به سم اسبها، به ساق پای اسبهای تنومند و به چنگال های قدرتمند پهلوانان. رقابت دو شماره 4، یکی الهام و دیگری صدرالحق با هم دیگر رقابت میکنن. یکی سوار بر اسب طرق و دیگری سوار بر اسب جیرند با هم دیگر کار را دنبال میکنن. ببینیم کدام یک موفق میشه. رقابت کماکان بین دو شماره 4 در جریان هست و صدرالحق گساله را میگیره و الهام اجازه نداد برای صدرالحق. گساله از دستان پهلوانان هر دو تیم فرو لغزید و حالا کارت زرد قطعا برای الهام هست به دلیل مزاحمتی که برای صدرالحق ایجاد کرد. برادر الهام چه اعتراضی داره؟ عبدالسلام چه اعتراضی داره برای الهام؟ الهام از تصمیمی که داور مرکزی گرفته ناخشنود و ناراضی هست و خشم تمام وجود این پهلوان نامی را فرا گرفته. پهلوانی که در مقاطع قبلی، در مسابقات قبلی ستاره درخشان کندوز بود. الهام با شماره 4 کارت زرد گرفت. الهام پهلوان 2 دقیقه باید منتظر بشینه تا اجازه برش داده بشه. رقابت صدرالحق این بار با زبی هست. زبی را صد را دور میکنه. 2 تا اسب جیرند رو در رو یکدیگر قرار داره. 2 پهلوان شایسته رو در رو یکدیگر قرار داره. یکی زبی و دیگری صدرالحق. بله، همکاران ما اصلاح کردن. الهام از کارت زرد گرفته. باز هم زبی میره هتریک میکنه یا خیر؟ زبی پهلوان حالا صد رایش میشن یاران جوانان بغلان و زبی را به سمت بیرون هدایت میدن و موفق تر یار شماره 2 سید مسعود پهلوان سوارکار اسب طرق توانست که موفق بشه و جلوی حرکت زبیر گرفت. این گونه فرصت از دست رفت. مجددا باز میگردن به مرحله برداشت جیک به جیک. ظاهرا الهام زمان که برای او در نظر گرفته شده بود پشت سر گذاشت. دوباره به جریان بازی باز میگرده. باز هم رقابت بین 2 پهلوان هست. زبی در برابر صدرالحق با اشتیاق کار را دنبال میکنن یاران جوانان بغلان. دوباره صدرالحق گساله را بر میداره. اصلا نمیخواد که تایم را هدر بده، فقط تلاش میکنه گساله را برداشت کنه. صدرالحق کشمکش با زبی پهلوان. 2 پهلوان دیگه هم اضافه شده. الهام هم اضافه شده. در مقابل این 2 پهلوان رقابت گره میخوره. یک لحظه ببینیم که در نهایت گساله تبدیل به امتیاز خواهد شد یا خیر. عبدالقهار هم در بطن این رقابت حضور داره. گساله سر زمین فرو غلطیده. دوباره پهلوانا باز میگردن. در مرحله برداشت کار دنبال میشه. گساله زیر سم اسبها ناپدید شده و کماکان رقابت دنبال میشه. امروز هم شمار زیادی از علاقمندان آمدند، بیشتر جایگاه ها را پر کردند. برداشت صورت گرفته. سید ایوز پهلوان باز هم به بیرون رانده میشه توسط الهام. این سوارکار
چیره دست این پهلوان نامی، پهلوان شایسته، الهام پهلوان که در مقاطع قبلی، در رقابت‌های قبلی عالی کار کرد. ببینین سید عوض یک لحظه الهام را با اسب طرق خود پشت سر مانده. چهلمین دقیقه کار هست و کار کماکان به نفع جوانان بغلان دنبال میشه. همه تصور میکردن کندوز در برابر یما پترول به فاینال خواهد رفت. تا این جای کار، تا این 40 دقیقه جوانان بغلان هست که رقیب یما پترول هست، نه کندوز. اما این 20 دقیقه بعدی اگر تغییری در نتیجه وجود میآید، محصول اتفاقهای آینده است که از آن بیخبریم. باز هم اوت، باز هم فرصت از کف رفت. گساله اوت شده یا خیر؟ نه، اوت نشده. کار نزدیک خط اوت دنبال میشه بین پهلوانان دو تیم و رقابت کماکان ادامه داره. الهام پهلوان تلاشای خود انجام داد، موفق نشد. در اون سمت حاجی عبدالقهار هم اضافه شده. سید مسعود و سید عوض هم تلاشای خود انجام میتن. عبدالسلام هم تلاش کرد، موفق نشد. کماکان گساله برداشت شده توسط پهلوانان بغلان، جوانان بغلان. ببینیم به مقصد میرسانن یا خیر. رقابت نفسگیر است و تقابل جذاب و پهلوانانی که پیوسته در تلاش هستند کاری از پیش ببرند برای ولایتشان، برای مردمشان. گساله برداشت شده، دوباره از یاران کندوز گساله برداشت کردن. ببینیم که مقصد میرسانن یا خیر، فرصت هست یا نه. ببینیم سرعت میگیره این مرحله. پهلوانان دو تیم بین همدیگر قرار دارند، رقابتشان کماکان دنبال میشه. نظارگر هست الهام از دور و همچنان عبدالسلام در سوی دیگر. زبی پهلوان همراه با عبدالقهار و همچنان یار شماره 7 عزیزالله پهلوان کارشان دنبال میشه. ببینیم به سمت دایره حلال فرصت هست برای سیدال پهلوان. سیدال پهلوان حالا نزدیک دایره حلال هست. سومین امتیاز کندوز در راه هست یا خیر؟ به مقصد میرسانه گساله یا نه؟ راهش بستند. سیدال راه میگرده، به دنبال راه میگرده، راه باز بکنن هم تیمیای سیدال. و حالا چرخش 180 درجه باز هم راهش حاجی عبدالقهار بسته میکنه. فرصت هست، رقابت که پهلوانان دو تیم کماکان با هم دیگر دنبال میکنن. نوبت رسیده به زبی گساله آویزان هست و وزن گساله و سنگینی گساله به سمت زمین او را میکشانه و مجددا گساله سر زمین افتاده. دوباره رقابت دنبال میشه و ببینیم که پهلوانان کندوز میتونن از این موقعیت به نحو احسن استفاده بکنن یا خیر. باز هم گساله سر زمین هست، فرصت هست برای پهلوانان هر دو تیم. یاران بغلان تلاش میکنن این بار گساله برداشت بکنن. عزیزالله پهلوان از بغلان گساله برداشت کرده. زبی پهلوان هم در کشوگیر هست با پهلوان ولایت بغلان. یاران کندوز تا خط دایره، تا حلال کردن گساله فاصله اندکی دارند. دوباره کشمکش. الهام پهلوان مجدانه میره به سمت دایره حلال. کشمکش و کشوگیر بین پهلوانان دو تیم در جریان هست. حاجی عبدالقهار پهلوان موفق تر هست، میرن به سمت دایره‌ای که مربوط به جوانان بغلان هست و فکر میکنم اوت شد. بله، این فرصت هم از دست رفت. زمان علیه بازیکنان کندوز در حرکت هست و جوانان بغلان با تمام وجود، با تمام انگیزه از امتیازهایی که در 30 دقیقه اول در نیمه نخست به دست آوردند با تمام اقتدار دفاع میکنند. سیدال را میبینیم چگونه اسبش میل کرده بود به سمت دایره حلال که اجازه ندادند یاران بغلان و کار را سخت کردند. این چهره الهام هست. چهل و چهارمین دقیقه. دوباره دعوت میکنه از دو بازیکن که مرحله دوباره دعوت میکنه از دو بازیکن کنن. صدرالحق از راه میرسه روبروی زبی پهلوان. زبی تعادل خود از دست میته. دوباره صدرالحق. ببینیم که دو سوارکار، دو پهلوان، دو چاپنداز با اسبای جیران خود، با جیرانهای پیشانی سفید چگونه نمایش خواهند داد. زبی پهلوان
تلاش میکنه گساره برداشت کنه. زبی پهلوان گساره برداشت کرده، هنوز کنترل خود حفظ کرده نتونسته. حالا گساره در تقم خود محکم گرفته. سید ایوز صد رای شد و همچنان تلاش میکنن او را به سمت اوت ببرن که فکر میکنم موفق هم شدند. نزدیک اوت هست، فرصت برای یاران کندوز. زبی پهلوان تلاش میکنه از بین پهلوان خود بکشه. میبینیم چگونه عبدالسلام برایش راه باز میکنه. زبی پهلوان، بله، سومین امتیاز برای کندوز. با اقتدار توانست امتیاز بگیره. زبی پهلوان هتریک کرد برای کندوزیان. چه ستاره درخشانی زبی پهلوان. ببینیم تصمیم داور چه هست. آیا اشتباهی در کار بوده؟ فکر میکنم که امتیاز نهایی شده باشه. چیز مشخص نیست. پهلوانا دور هم گرد آمدن، امتیاز را اعلان کرده آقای ترکمن یا خیر. چلو پنجمین دقیقه ببینیم که چگونه امتیاز گرفت زبی پهلوان. سید ایوز در برابر او در یک سمتش حاجی عبدالقهار. زبی پهلوان امتیاز گرفت. در این بیروباری و در این آشفته بازاری خود از این شلوغی کشید، راهش عبدالسلام باز کرد. پهلوان و مدافع شایسته ولایت کندوز این گونه است. صد راه از دور ساخت. زبی نزدیک دایره رسیده بود، گساره را پرت کرد به سمت دایره حلال. چنین قدرت منحصر به فرد هست برای هر بازیکنی که بازوان توانمند داره. ورنه وزن گساله بسیار زیاد هست، 22 تا 25 کیلو وزنش هست. فکر میکنم بازی وارد تنش شده. نیروهای امنیتی عاجل خودشان را میرسانند تا جلوی تنش بازیکنان دو تیم را بگیرن. بازی در مرحله حساسی است. باید که مواظب چنین رفتارهایی باشند بازیکنان. زمان متوقف هست. داور مرکزی بازی را متوقف ساخته. 4 در برابر 3. کندوز به بازی بازگشته. فقط تا تساوی 1 امتیاز فاصله داره. چلو ششمین دقیقه مسابقه از تو کار کماکان 4 در برابر 3 به نفع جوانان بغلان دنبال میشه. ببینیم یک بار دیگر صحنه تکرار را ببینیم چه اتفاقی افتاد. زبی پهلوان آیا از خط اوت گذشته بوده یا خیر؟ اگر که گذشته باشه اصلا امتیازش قابل قبول نیست. تا این جای کار هیچ چیزی مشخص نیست. حتی ما نتونستیم تشخیص بدیم که از خط اوت گذشته یا نه. فکر میکنم پهلوانان بغلان فکر میکردن که اوت شده باشه، جلوی زبی را نگرفتند. در ادامه عبدالسلام آمد برای زبی راه باز کرد. بله، راه باز میکنه. میبینیم جلوی زبی را کاملا باز کرد تا اینکه زبی پهلوان با این اقتدار حتی نرسیده به دایره گساره را پرت کرد به مرکز. امتیازها 4 در برابر 3. اختلافات کماکان وجود داره. هنوز اختلافات برطرف نشده. این لحظات قبل هست. میبینیم لحظات که اتفاق افتاد از شروع مسابقه تا این جای کار بین پهلوانان دو تیم. رقابتی که دنبال شد، تنش به وجود آمده را نیروهای امنیتی سعی میکنن که حل بکنن تا اینکه کسی آسیب نبینه. لحظات برتر را میبینیم. صدرالحق پهلوان شایسته بغلان. یاران بغلان در نیمه دوم موفق به کسب امتیاز نشدند. در 15 دقیقه که گذشته کندوزی ها اما به جریان بازی بازگشتند، 1 امتیاز کسب کردند. فرصت هایی که از دست رفت، فرصت هایی که ایجاد شد، فقط 1 فرصت تبدیل به امتیاز شد به نفع کندوز.
اینجا سیدال پهلوان را میبینیم. در نیمه اول بود که با اختلاف پیشی گرفت اما گسالش حلال نشد. 2 پاچه گساله سر دایره حلال بود و در نهایت امتیازی در کار نبود. حتی مخاطبها اعلان میکنن که اشاره میکنن امتیاز نیست. امروز بیشمار علاقمند آمده در VIP، در جایگاه زل شرقی، زل غربی و همچنان زل جنوبی بیشمار علاقمند آمده، به استثنای زل شمال که کاماکان پر نیست کامل. در تمام میدان مخاطبا بیشمار آمدند و همه سکوها پر هست، همه جایگاه ها پر هست. لحظات برتر را میبینیم، موقعیت های ایجاد شده، دقایقی که رقم خورد. حالا فرصت هایی که تبدیل به امتیاز شد. اینجا کندوز به امتیاز دست پیدا کرد، یکی از 3 امتیازی که حاصل شده. بازی های بزکشی بازی های ضمنی که بازی های خطرناکی است، پر اتفاق و پر حادثه و بعضی از حادثه ها غم انگیز است، بعضی ها پر چالش هست. هر چقدر که این مسابقه زیبایی های منحصر به فرد خود داره، چالش هایش هم بسیار است، مشکلاتش هم بسیار هست. هنوز معیاری نشده بزکشی افغانستان با وصف اینکه 5 سال از عمر این مسابقات میگذره. در تورنمنت های رسمی غیر رسمی که بماند سر جایش، ما تورنمنت های رسمی رو میگوییم، هنوز شاید به شرایط آرمانی باز نگشته باشه، اما قوانین آستا جا میفته و ورزشکارا قوانین را مراعات میکنن. به فرض مثال مرحله جیگ به جیگ در 2 سال اول اصلا برای تمام چاپندازا یک قانون ناشناخته و گنگ و غیر قابل پذیرش بود برایشان. رفته رفته جیگ به جیگ پذیرفته شد، دایره های حلال پذیرفته شد، تعداد چاپندازها پذیرفته شد، خطا نکنن، لجام کشف نکنن، یکدیگر آسیب نرسونن. همه اتفاقات آهسته مراعات شد و جا افتاد و پهلوان ها هم قوانین را مراعات کردن. حتی در اوایل تا 80% اگر گساله وسط دایره بود میگفتن حلال هست، که همون اوایل هم درست نبود، اما از طرف داورهای مرکزی و داورهای برگزاری مسابقه کمیته داور پذیرفته میشد به دلیل جلوگیری از تنش. اما امروز همه میبینیم دیگه در تصاویر که 1% پاچه گساله سر زمین باشه نتیجه قابل قبول نیست و تیم ها هم ایره پذیرفتن. باید 100% گساله هیچ تماسی با دایره نداشته باشه. این همه تغییرات در این چند سال شده، اما باز هم جای داره، باز هم باید بیشتر کار بشه. باید تیم ها به وقت، به قانون، به زمان، به همه احترام قائل بشن و بازی های بزکشی اگر میخوان که رسمی و بین المللی بشه و افغانستان جای داشته باشه، باید قوانین و اصول و مقررات و استانداردهای بین المللی نتیجه صحب بگذارن و تاکید بکنن و تایید بکنن. بریم به سمت همکاران ما، بریم به سمت وقفه ببینیم. برمیگردین، مشکلات اینجا هم آساسا حل خواهد شد و به میدان باز خواهیم گشت و کار دنبال خواهیم کرد. های محدود ماهوار اینترنت DSL 3GB 500 افغانی با سرعت 4 Mbps، 150 GB 1000 افغانی با سرعت 6 Mbps، 300 GB 1500 افغانی با سرعت 8 Mbps، 500 GB 2000 افغانی با سرعت 9 Mbps، 700 GB 2500 افغانی با سرعت 10 Mbps. افغان تلکام، یگانه شرکت مکمل مخابراتی ملی. د DSL انټرنیټ نامحدوده میاشتنی کڅوړې 1.15 Mbps 1000 افغانۍ، 2.15 Mbps 1015 افغانۍ،
3.15 MBPS 2030 افغانۍ 6 MBPS 3250 افغانۍ 8 MBPS 4200 افغانۍ 10 MBPS 5800 افغانۍ افغان تلکام یوازینی بشپړ ملی مخابراتی شرکت. بسته های نامحدود شبانه اینترنت DSL. اول، روزانه با سرعت 1.5 MBPS و شبانه با سرعت 4 MBPS 1500 افغانی. دوم، روزانه با سرعت 2.5 MBPS و شبانه با سرعت 6 MBPS 2000 افغانی. سوم، روزانه با سرعت 3.5 MBPS و شبانه با سرعت 10 MBPS 3000 افغانی. افغان تلکام یگانه شرکت مکمل مخابراتی ملی. د DSL انټرنیټ محدوده میاشتنۍ کڅوړې 10 GB په 15 افغانۍ له 4 MBPS سرعت سره 150 GB په 1000 افغانۍ له 6 MBPS سرعت سره 300 GB په 1015 افغانۍ له 8 MBPS سرعت سره 500 GB په 2000 افغانۍ له 9 MBPS سرعت سره 200 GB په 2015 افغانۍ له 10 MBPS سرعت سره. بسته های جدید مکالماتی برای مشتریان DSL 900 دقیقه تماس از دیجیتال به دیجیتال و شبکه سلام و 35 دقیقه تماس به شبکه های داخلی در بدل 45 افغانی. 1200 دقیقه تماس از دیجیتال به دیجیتال و شبکه سلام و 80 دقیقه تماس به شبکه های داخلی در بدل 90 افغانی. 1500 دقیقه تماس از دیجیتال به دیجیتال و شبکه سلام و 170 دقیقه تماس به شبکه های داخلی در بدل 180 افغانی. افغان تلکام یگانه شرکت مکمل مخابراتی ملی. د DSL انټرنیټ نامحدوده میاشتنۍ کڅوړې 1.15 MBPS 1000 افغانۍ 2.15 MBPS 1015 افغانۍ 3.15 MBPS 2030 افغانۍ 6 MBPS 3250 افغانۍ 8 MBPS 4200 افغانۍ 10 MBPS 5800 افغانۍ. افغان تلکام یوازینی بشپړ ملی مخابراتی شرکت. د DSL انټرنیټ نامحدوده میاشتنۍ کڅوړې 1.15 MBPS 1000 افغانۍ 2.15 MBPS 1015 افغانۍ 3.15 MBPS 2030 افغانۍ 6 MBPS 3250 افغانۍ 8 MBPS 4200 افغانۍ 10 MBPS 5800 افغانۍ. افغان تلکام یوازینی بشپړ ملی مخابراتی شرکت. بله عزیزان دل دوباره خوش آمدین. ما هم در استودیو منتظر هستیم تا بخیر این مشکلاتی که با وجود آمده دوباره حل شود و دوباره این رقابت آغاز شود و ابراهیم ترکمن رقابت را متوقف ساخته. انشالله که بازی دوباره انجام شود و ما هم در استودیو هستیم تا لحظات بعد بازی دوباره انجام میشه. بخیر. بله سیالي اوس مهال ودرېدلې ده د قندوز او همداشان بغلان ځوانانو ترمنځ چې کومه سیالي ده د سیمې فاینال یا نیمه پایلوبې اوس مهال ولاړه ده او څو شېبې وروسته به سیالي بیرته پیل شي. وبګورو چې کومه لوبډله به وتوانېږي بریا خپله کړي. یو جزئي مشکل دی مخې ته راغلی دی. داوران به پرېکړه کوي کوم هیات چې ټاکل شوی دی چې څېړل کېږي به چې څه دي او نتیجه به هم ډېره زر بیان سي. نو کتل کېږي چې څه کېږي. بله هوادارا هم منتظر این دیدار هستند تا فاینال مشخص شود که کدام تیم از بین این دو تیم میرن به مرحله نهایی و در مقابل در کنار یما پترول میسن و با یما پترول رقابت کنند. در سوی دیگر روز قبل 4 دیدار انجام شد. عزیزان دل باز هم میخوایم کمی یادآوری کنم. در دیدار نخست بلخ در مقابل تخار رقابت کرد که بلخ توانست
البته در مقابل تخار شکست البته تخار را شکست بده. در سوی دیگر جوانان بغلان توانستن که سمنگان را شکست بدن، یما پترول توانست که بدخشان را شکست بده و کندوز هم توانست که فاریاب را شکست بده. همچنان بلخ در مقابل یما پترول امروز نتوانست به پیروزی برسه و بلخ رفت و مقام سومی. البته باید رقابت کنن روز جمعه راس ساعت 10 یما پترول میره روز جمعه راس ساعت 2 در برابر البته یکی از این دو تیم ها که صعود کنند امروز به پیروزی برسند در فاینال رقابت خواهند کرد. در سوی دیگر امروز البته فعلا که رقابت در جریان هست، تا لحظات بعد دوباره به جریان میفته. جوانان بغلان در مقابل کندوز با هم رقابت خواهند کرد که یک رقابت خیلی خوبی هست. رقابت تا دقایق بعد آغاز خواهد شد. ابراهیم ترکمن مسابقه را متوقف ساخته و تا تصویرهایی که مد نظر است میبینند دوباره بازی آغاز خواهد شد. بله لکه څنګه چې آصف جان یادونه وکړه تیر سالو یادونه هم درته وکړه چې 14 لوبډلې وې له هغې څخه 8 لوبډلې کوارټر فاینال ته لاړې چې تخار، بلخ، بغلان ځوانان، سمنګان، همداشان ما پټرول، بدخشان او کندوز فاریاب سره مخامخ شول چې په لومړۍ سیالۍ کې بلخ او ما پټرول لوبډلې سره مخامخ شول. ما پټرول لوبډله وتوانېده چې د لومړۍ لوبډلې په توګه فاینال ته لاره پیدا کړي. اوس مهال هم د کندوز او بغلان ځوانان ترمنځ سیالۍ جریان لري چې وبګورو کومه لوبډله بریا خپلولی چې تر اوسه مهاله پورې خو بغلان ځوانان مخکې دي. بله فراموش نکنید که میخوایم کمی یادآور شوم از گروه الف رقابت ها فاریاب و بلخ صعود کردن به مرحله 8 تیم. از گروه بی رقابت ها هم یما پترول در کنار بدخشان صعود کرد. از گروه جیم هم کندوز در مقابل تخار البته با هم صعود کردند و از گروه جیم از گروه دال هم جوانان بغلان و سمنگان صعود کردند. از هر گروه دو تیم صعود کردند و در 8 تیم البته 8 تیم برتر بلخ و تخار، جوانان بغلان و سمنگان، یما پترول و بدخشان، فاریاب و کندوز که پس از آن دیدارها 4 تیم به مرحله نیمه نهایی رسیدند که یما پترول و بلخ صعود کرد به مرحله 4 تیم، کندوز و جوانان بغلان. یما پترول البته بلخ از این دو تیم بلخ شکست خورد و رفت به مرحله رده‌بندی رقابت خواهد کرد روز جمعه راس ساعت 10. ان شاء الله که یک رقابت خوبی باشه. حداقل تیمی که شایسته شایدی مقام 4 را از آن خودش کنه. همچنان رقابت فاینال هم روز جمعه راس ساعت 2 آغاز خواهد شد. این دیدار که فعلا متوقف است تا لحظه بعد آغاز خواهد شد دوباره و مشخص خواهد شد که در بین این دو تیم کدام تیم به فاینال میره و کدام تیم به پیروزی میرسه و کدام تیم میتونه فاینال را در مقابل یما پترول انجام بده. بله آصف جان څخه ډیره زیاته مننه. ټول معلومات وړاندې کړل. د راتلونکي سیالیو هم لوبډلې به بیا هم چمتو کیږي، آماده کیږي به په لاندو شیبو کې بیا ځل بیا د کندوز او بغلان ځوانان ترمنځ حساس او جالبه سیالۍ پیل شي چې تر اوسه بغلان ځوانان آصف جان مخکې دي، ښه سیالۍ ترسره کړې. کندوز چې یوه پیاوړې لوبډله ده او بغلان ځوانان دي تر دم ګړۍ پورې ښه سیالۍ نندارې ته وړاندې کړې. نو کتلی کیږي چې کوم هیات چې دا څه وخت به خپله فیصله واوروي سیالۍ به پیل شي ځکه چې نننۍ سیالۍ ته ډېر مینوال میدان ته راغلي دي، په میدان کې منتظر دي او ډېر زیات مینوال به حتما په تلویزیونونو تر شا پورې منتظر وي چې تر څو دغه سیالۍ ننداره کړي. همداشان سوشل میډیا هم موږ ګورو چې ډېر زیات مینوال د سوشل میډیا له مینوال څخه هم مننه چې سوشل میډیا له لارې موږ تعقیبوي. فیسبوک او همداشان یوټیوب د آر جی سپورت، ملی سپورت له دوی څخه هم باید ځانګړې مننه وکړي چې موږ له سوشل میډیا څخه تعقیبوي. بله میتونید که از فیسبوک، از چنل های رسمی ما، البته از صفحات اجتماعی ما فیسبوک آرتی سپورت و یوتیوب چنل آرتی سپورت میتونید که این رقابت ها را لایف البته اگر برق ندارین، اگر در موبایلتان اینترنت چیزی دارین، در کامپیوترتان اینترنت چیزی دارین، میتونید که این رقابت ها را از آرتی سپورت فیسبوک همچنان از یوتیوب چنل ما آرتی سپورت این رقابت ها را به گونه زنده بیننده شوین. بله بیا هم آصف جان څخه مننه. نو د فیسبوک مینوال هم ورته ډېر زیات په تمه وي چې د دغه سیالۍ نتیجه څه وي ځکه چې موږ کله فیسبوک هم تعقیبو د آرټي سپورټ په پیج باندې ډېر زیات مینوال هغه سیالۍ ګوري ځکه چې موږ بار یادونه کړې ده چې د دغو سیالیو مینوال ډېر زیات دی آصف جان، که هغه د ټولنیزو رسنیو له لارې ګوري، که د تلویزیون له لارې ګوري، همداشان که چیرې دلته میدان ته د دغوی راتګ وي. د بزکشي مینه چې د مینوالو ده د دوی نه هېرېدونکې مینه ده. تل دوی خپل لوبډلې تشویق کړي، خپل لوبغاړي په هیڅ حالت کې هم نه دی پرېښي خپل چاپاندازان که واور وي که باران وي هیڅ موسم د دوی په وړاندې خنډ نه دی ګرځېدلی او دوی خپل لوبغاړي تشویق کړي دي. بله شایدی و
این هواداران است که این رقابت ها را جذابیتش را بیشتر ساختند و هوادارا هر چقدر بیشتر میان ما هم خوش میشیم، ما هم از تصویر لذت میبریم، از شور و هیجان هواداران لذت میبریم. در سمت دیگر یادآور شم که فردا رقابت های یک روزه اودیای البته افغانستان در مقابل ایرلند رقابت خواهد کرد که یک رقابت خیلی خوبی است. فردا مسابقه بزکشی نداریم در تورنمنت بزکشی مزار شریف، فردا رخصت است. روز جمعه مسابقه رده‌بندی رأس ساعت 10 آغاز خواهد شد که میان بلخ یکی از بازنده های عزیز تیم مشخص خواهد شد و در فاینال هم که یمان پترول ساعت دو منتظر یکی از این تیم ها است که به امروز به پیروزی برسند و برن به مرحله بعدی در فاینال رقابت کنند. بله مرحله بعدی در فاینال رقابت کنند. بله رقیب ټول لوبډلې رقیب چې مشخص کیږي بله زانل به واسه احمدی سمت ادامه کار مرحله برداشت گساله کار دنبال میشه. نتیجه تا پایان مسابقه زمان هست. این 14 دقیقه ببینیم که آبستن چه اتفاقاتی خواهد بود و کدام تیم خواهد تانست امتیاز کسب بکنه. بازی به خشونت کشیده شد مثل دیدار قبلی، دیدار تیم های یما پترول و بلخ که درگیر تنش شد. الیاس پهلوان از کندوز این بار گساله در اختیار داره. فرصت برای یاران تیم کندوز هست. کماکان کشمکش بین پهلوانان هر دو تیم در جریان است. بازی بسیار حساس است، بسیار حساس و نفسگیر است و بسیار با اهمیت است برای پهلوانان هر دو تیم. هر دو تیم در تقلا هستند که برنده بشن، وارد فاینال بشن تا رقیب یما پترول در فاینال بازی بکنن. بازنده این دیدار برابر بخت در مرحله رده‌بندی باید رقابت بکنه. کار آسانی نیست برای هر دو تیم. امتیاز خیلی نزدیک دنبال میشه. 14 برابر 3. بغلانی ها تلاش میکنن آخرین تلاش های خود انجام بدن و اجازه ندن که یاران کندوز امتیازهای بعدی را هم کسب بکنه و بازی برده را دو دستی تقدیم یاران کندوز بکنن. نتیجه بسیار نزدیک دنبال میشه. کار بسیار نفسگیر هست. رقابت بین پهلوانان هر دو تیم هر چقدر که زمان بگذره به نفع بغلان و علیه کندوز خواهد بود. به این دلیل کندوزی ها تلاش میکنن که از این دقایق باقی مانده به نحو احسن استفاده بکنن، زمان را مدیریت بکنن و به جریان بازی بازگردن. تا آیا موفق میشن یا خیر باید مسابقه را ببینیم و اینکه چه اتفاقی در ادامه خواهد افتاد. یاران بغلان گساله برداشت میکنن، میرن به سمت بل اوت شده فایده نداره. ویسل زد داور مرکزی. زحمات سید ایوز هم هدر شد. دوباره مرحله جیگ به جیگ خواهد بود. پهلوانان دو تیم را دعوت میکنه آقای ترکمن برای مرحله جیگ به جیگ آمادگی. ببینید مشخص است دو پای اسب جیران سید ایوز به اوت رفته بود. دوباره برمیگردن پهلوانان در مرحله برداشت کار را دنبال بکنن. ببینیم که موفق میشن یاران دو تیم بغلان و کندوز گساله دیگری حلال بکنن یا خیر. نتیجه بسیار نزدیک هست و رقابت بسیار جذاب. دوباره سید ایوز پهلوان، نه زبی پهلوان مقابل پهلوانی از ولایت بغلان. دوباره سید ایوز موفق نمیشه و زبی پهلوان هست که میره به سمت دایره حلال خود نزدیک بکنه. دوباره بازی گره میخوره. تلاش میکنن که یکی دیگر از جلوی خود برداره. فرصت هست برای زبی پهلوان و به هر ترتیبی هست سید مسعود مدیریت میکنه زمان ره و بازی ره. ببینیم صحنه آیسته ره. زبیر به بیرون کشاند سید مسعود. با اسب ترق خود جلوی حرکت اسب جیران را گرفت و توانست که به خوبی مدیریت بکنه و مهار بکنه تصمیم را. 10 دقیقه پایانی است. 10 دقیقه‌ای که قطعاً اتفاقهای زیادی را رقم خواهد زد. بازیکنان را دعوت میکنه در مرحله جیک به جیک. دوباره زبی دوباره برداشت انجام میده. نزدیک دایره حلال هست زبی پهلوان. حالا کشمکش جریان داره. دو تا اسب میره به سمت اوت و فرصت نه به اوت نرفت. صدرالحق پهلوان میره به سمت دایره حلال. صدرالحق پهلوان حالا سرعت میگیره. صدرالحق پهلوان فرصت هست برای تیم بغلان. خود میکشانه. صدرالحق پهلوان میره به سمت دایره حلال. موفق میشه یا خیر؟
خیر، او را به بیرون میکشانند یاران کندوز. اجازه ندادن برای صدرالحق. چه رقابت شد این لحظات. 10 دقیقه خالص تا پایان مسابقه زمان هست. 10 دقیقه که میتونه تفاوت‌های زیادی را رقم بزنه. الیاس از کجا رسید جلوی صدرالحق را گرفت و او را به سمت بیرون کشاند. سید عوض هم خیلی تقاضا کرد گساره در اختیارش قرار بده، اما الیاس در شرایط قرار نداشت که گساره در اختیار البته در اختیار سید عوض قرار بده و بیرون رفت و فرصت از کف رفت. بگو مگوی داره داور مرکزی با زبی پهلوان که ظاهرا هم خودش خسته است و هم اسبش. باز هم برای برداشتن گساله سر زمین با همدیگر رقابت میکنن. اجازه کار داده میشه. باز هم زبی پهلوان هر باره که میره در مرحله برداشت گساله را بگیره موفق میشه. باز هم کار برای زبی سخت است. 3 پهلوان از بغلان احاطه کردن، جلوی زبی را گرفتند. زبی را میتونن به بیرون هدایت بتن یا خیر. چه کشمکشی، چه تنشی. کندوزی ها فرصت دارن که 4مین امتیاز را هم بگیرن. اوت شد. اوت. فرصت از دست رفته و این امتیاز نیست. ویسل زده آقای ترکمن. به همین دلیل هست که امتیاز زبی سوخت. امتیاز 4م. 52مین دقیقه مسابقه است و کندوزی ها نمیخوان زمان را هدر بدن. تصویر آیسته را ببینیم. بازگوی همه اتفاقات و همه جریان هاست. در اینجا چند نسل اسب هست. اسب جیرند، سمند، سرخان و در ادامه فرصتی که از دست رفت برای یاران کندوز. 8 دقیقه تا پایان مسابقه زمان هست. صدرالحق دوباره با پهلوانی از کندوز رقابت میکنه. باز هم برداشت صورت گرفته. باز هم پهلوانان کندوز میان برای رسیدن به امتیاز. همه تلاش‌هایشان را انجام میتن. راهها بسته است. باز هم سخت شد. کار گره خورد برای یاران کندوز. ببینیم که زبی موفق میشه یا خیر. کشمکش بین پهلوانان هر دو تیم در جریان هست. گساله به بیرون نرفته. امتیاز در راه هست یا خیر. نزدیک دایره حلال عبدالسلام را هم میبینیم. در تقلا هست عبدالسلام. زبی خودم میکشانه به سمت دایره حلال. کشمکش بین پهلوانان سر دایره حلال. اگر که پهلوانان کندوز بتونن امتیاز بگیرن اجازه کار داده نمیشه. یاران بغلان تا آخرین نفس رقابت میکنن. این بار سیدال پهلوان رقابت 2 سید مسعود موفق تر هست. در دفاع عالی کار میکنه. خوب کار میکنه. 7 دقیقه تا پایان مسابقه. 7 دقیقه نفسگیر. 7 دقیقه پر استراب تا پایان این مسابقه جذاب و پرتنش و پر التهاب. آیا کندوز به پایه فاینال میرسه رقیب یما پترول میشه یا جوانان بغلان با این 4 گساله‌ای که حلال کردن رقیب یما پترول خواهد شد؟ کدام یک از این دو تیم راهی فاینال میشه؟ سخت از تصمیم گرفتن، سخت از پیش بینی کردن. بازی که هر لحظه آبستن اتفاق هست. بازی که هر لحظه تغییر به وجود میاره. باز هم رقابت، باز هم گساله‌ای که در اختیار پهلوانان کندوز هست. باز هم زبی پهلوان گساله را میاره در تقم خود قرار بده تا کسی نتونه کاری از پیش بره. زبی پهلوان در اختیار سیدال قرار میده گساله را. سیدال پهلوان با تجربه تیم کندوز حالا گساله در اختیار داره. سید مسعود هم مداخله میکنه. سیدال میایه به سمت دایره حلال. راهها بسته است. سیدال پهلوان سوار بر اسب تورق خود میرسانه گساله به دایره حلال یا خیر. نوبت به کدام بازیکن رسیده؟ حالا میرن به سمت بیرون و اوت شد. فرصت از دست رفت. 55مین دقیقه بازی است. 5 دقیقه تا پایان بازی زمان هست. زمان برای بغلانی ها به کندی سپری میشه و برای یاران کندوز به سرعت نور در حرکت هست. دوباره برداشت جیگ به جیگ خواهد بود. پهلوانان دو تیم میان برای ادامه کار.
چه رقابت نفسگیری. 5 دقیقه پایانی 5 دقیقه ساده ای نخواهد بود برای این دو تیم. مخاطبایی که منتظر نتیجه نهایی هستند، منتظر ویسل پایانی. باز هم برداشت، باز هم پهلوانان کندوز، باز هم برداشت صورت گرفته. ببینیم که الهام از این گساله چگونه استفاده خواهد کرد. الهام پهلوان میره راه باز بکنه، راه ها بسته است، فرصت سخت و نفسگیر. رقابت سخت‌تر و نفسگیرتر میشه هرچه به پایان مسابقه نزدیکتر میشیم. ببینیم خود رساند به دایره حلال. فرصت هست برای کندوز، برای چهارمین امتیاز. کندوز به امتیاز میرسه یا خیر؟ سر دایره هست، موقعیت برای کندوزی ها در دایره حلال قرار دارن. گساله بفته سر دایره امتیاز و بله چهارمین امتیاز. چهارمین امتیاز. چه قوقایی برپا شد. الهام پهلوان بازی رو به تساوی میکشانه در 56مین دقیقه این مسابقه. کندوز باز میگرده، ققنوسوار از زیر خاکستر زنده میشه، جوانه میزنه کندوزیان. امید در رگ و ریشه کندوزیا جاری میشه. کندوز بازی باخته رو به تساوی تبدیل میکنه. حالا همه چیز به حالت اول بازگشته، همه چیز به حالت اول. کندوز 4، جوانان بغلان 4. چه بازی رقم خورد، چه اتفاقی رقم خورد، چه رقابتی شاهد بودیم، چه تقابل شایسته ای. الهام پهلوان یک کار ناممکنی را تبدیل به ممکن کرد. الهام پهلوان از ناامی، از دل ناامیدی امید ساخت. حالا 4 در برابر 4. بازی به وقتهای تلف شده خواهد کشید یا خیر؟ امتیاز 4م برای کندوز. الهام پهلوان. سلامی به همه هواداران، به همه مشتاقان، به همه طرفدارانی که بدن طرفدار کندوز هستند. الیاس بغل میگیره الهام پهلوان را. 58مین دقیقه بازی. چقدر این بازی جذاب بود. چه کسانی که این مسابقه را ندیدن بعدها این خبر را بشنون ناراحت میشن، اینکه نتانستن این دقایق فوق‌العاده را به صورت زنده ببینن. و چه خوشحال مردمانی که پای تلویزیون ها هستن و چه خوشحال ترین کسانی که در میدان حضور دارن. و همه این خوشحالی ها و این اتفاق ها و این تفاوت ها را در میدان مسابقه میبینن که رقم میخوره. با چشمان سر از نزدیک لمس میکنن، با خوشحالی پهلوان ها سهیم هستند. دوباره برداشت برای پهلوانان هر دو تیم، دوباره تلاش برای برداشتن گساله. چه کسی موفق خواهد شد گساله را از سر زمین برداره به سمت دایره حلال ببره؟ باز هم پهلوانی از بغلان، سید مسعود پهلوان کارش گره میخوره. سید مسعود با تمام اقتدار تلاش میکنه که بره امتیاز بعدی رو هم بگیره. سید مسعود حالا اوت شد، فرصت از دست رفت. 59مین دقیقه مسابقه است. قطعا بازی به وقتهای اضافه خواهد رفت. بازی مرحله سیمی فاینال هست، نیمه نهایی رقابت هاست. اگر این بازی با این تساوی به پایان برسه وقتهای تلف شده ای در کار هست. 15 دقیقه احتمالاً تصمیم کمیته برگزاری مسابقات خواهد بود که چقدر وقت اضافه خواهد کرد. باز هم تلاش های پهلوانان ولایت بغلان. گساله برداشت شد، میره به سمت دایره حلال. این آخرین امتیاز خواهد بود، آخرین فرصت خواهد بود. اگر باغلانی ها امتیاز بگیرن کار را برای کندوز تمام خواهند کرد. این واپسین ثانیه هاست، تلاش ها برای رساندن گساله به دایره حلال. پهلوان از بغلان گساله را در اختیار داره، خود خطا میده، نزدیک دایره حلال هست، میتونه گساله در دایره حلال جایی بته. صدرالحق پهلوان. یاران کندوز اجازه نمیدن در مرکز دایره مسیر صدرالحق را تغییر میتن. فرصت هست، آخرین ثانیه هاست برای بغلان امتیاز بگیرن. کار کندوز تمام هست. 20 ثانیه. همچنان کش و گیر بین پهلوانان هر دو تیم، رقابتشان دنبال میشه. 13 ثانیه تا پایان مسابقه به سمت اوت در حرکت هستند.
آخرین ثانیه هم شمردن گرفت و برای منتظر ویسال پایان باشین و بازی به اتمام میرسه. بازی به اتمام میرسه. 4 در برابر 4. بازی در 60 دقیقه و پایان رسید. بازی وارد وقتهای اضافه میشه. وقتهای اضافه ببینید چقدر خواهد بود. 15 دقیقه وقت اضافه برای دو تیم در نظر گرفته شد. از این 15 دقیقه ببینیم چه استفاده خواهند کرد بازیکنان دو تیم. برین همکاران ما در استودیو منتظر هستند. بریم به سمت نورالله شاهیدی و حسیب الله کراخیل. بله عجب یک دیدار فوق العاده عالی را داشتیم. شهیدی 4-4 بالاخره در 60 دقیقه این دیدار به تساوی انجامید. 4-4 شد هر دو تیم و 15 دقیقه وقت اضافه مشخص خواهد کرد تا لحظات بعد که کدام تیم میتونه به مرحله فاینال صعود کنه. هنوز هم در 60 دقیقه مشخص نشد. عجب بازی خوبی بود. عجب بازی پرتنش بود، پرگل بود. 4-4 امتیاز به سود هر دو تیم حساب شد و شهیدی هر دوی ما لذت بردیم. بله قندوز او بغلان ځوانانو رښتیا هم ثابته کړه چې سیمی فاینال لوبوي او سیمی فاینال کې دا شان حساسه سیالۍ نندارې ته وړاندې کولی شي. حد او ګمان له مخکې څخه همدا کېږي چې سیالۍ به ډېره په زړه پورې او جالبه حالت ته لاړه شي او سږ کال دا لومړی ځل دی چې اضافه وخت ورکول کېږي. البته نورې سیالیو خو مساوي پای ته رسېږي خو یعنې څلور لومړی ځل دی چې داسې یوه نتیجه وي ډېره سخته نتیجه بل په وړاندې سیالۍ ترسره کړه او نتیجه هم سخت حالت ته ورسوله. نو وبګورو چې 15 دقیقو کې نور څه کولی شي. بله در نیمه نخست یادآور شدم که جوانان بغلان در نیمه نخست کار خوبتر آسانتر داشتن، اما در نیمه دوم کندوزیان دوباره برگشت کردن با بازی، کامبک کردن و توانستن که 4 امتیاز دوباره البته 3 امتیاز را در نیمه دوم بگیرن و 2 امتیاز را البته در نیمه دوم بگیرن و بازی را به مساوی به اتمام برسانند. 60 دقیقه مساوی شد این دیدار و 15 دقیقه وقت اضافه مشخص خواهد کرد که کدام تیم میتونه به مرحله نهایی صعود کنه. اگر امتیاز گرفتن همیشه شاید با نمیفهمم دیگه فدراسیون بزکشی چی تصمیم خواهد گرفت، شاید وقت اضافه بعدی دیگه هم بتن یا خیر یا کدام پلان دیگه دارن. بازی مرگ زندگی برای فاینال هست و هر تیمی که میبره گفتم به فاینال خواهد رفت. بله که چیرې اضافه وخت هم نه ورکول کېږي شاید د دوړ لوبډالو هغه خطونه او حلالونه حساب شي چې څنګه کولی شي چې سیالۍ تر بریا پورې ورسوي. خو دویمه نیمه د دوړ لوبډالو لپاره ډېره مهمه ده چې تر څو وکولی شي خپل پلان خپل هدف هغه ستراتیژي چې په دغه 15 دقیقو کې البته درېیمه 15 دقیقه د اضافه وخت چې ورکول شوی ده څه کولی شي. نو دا به هم په ولانډ شیبو کې جوته شي. قندوز او همداشان بغلان ځوانانو ډېره په زړه پورې سیالۍ نندارې ته وړاندې کړه. څلور تر دام ګړۍ پورې سیالۍ مساوي ده. اگر څه بغلان ځوانان لومړی کې مخکې ول خو قندوز ډېر کمبک وکړو. بله البته از دستگاه هم البته از بخش پردیسی ما بر ما احوال میرسه که اگر هر دو تیم در 15 دقیقه نتانن باز هم امتیاز بگیرن باز پنالتی انجام میتن، یعنی 5 پنالتی مثل فوتبال اگر دیده باشیم که ضربات پنالتی انجام میتن این گونه در بزکشی هم خواهد شد. 5 پنالتی میگیرن استفاده میکنن، هر چاپ اندازی که امتیاز به دست میاره و او پنالتی را میتونه به امتیاز تبدیل کنه، یعنی در 5 پنالتی مشخص خواهد شد و بعدا مشخص خواهد کرد کدام تیم به فاینال میره. نو په یو څو شېبې وروسته به اضافي وخت لوبه هم پیل شي. که چیرې 15 دقیقو کې سیالۍ لا هم مساوي شوله، 15 دقیقو کې سیالۍ هماشانتې مساوي پای ته ورسېدله، نو هلته به پنالتي ته خبره ځي چې د فدراسیون د مسؤلانو په خبره ده چې دوی دا خبره کړې که چیرې بیا هم د 15 دقیقو کې لوبه مساوي پای ته ورسېږي بیا به نو پنالتي ته ځي چې به سیب جان نور هم سیالۍ جالبه کړي او د بزکشي پنالتي به وګورو. بله مشخص خواهد شد در 15 دقیقه وقت اضافه مشخص خواهد شد کدام تیم میتونه به امتیاز پنجم البته دست پیدا کنه. 15 دقیقه که سرنوشت ساز است برای هر تیمی که به پیروزی میرسه به فاینال میره. تیمی که شکست میخوره مسابقه رده‌بندی را انجام میده، یعنی بالای مقام سوم رقابت را انجام خواهد داد. هر تیمی که مسابقه
البته به پیروزی میرسه و سوم میشه. یعنی سوم هم یک موتر جایزه داره. تیمی که مقام دوم را از آن خودش میکنه و تیمی که مقام نخست را هم از آن خودش میکنه. یک موتر خیلی زیبایی هم مد نظر گرفته شده برای تیم مقام نخست. همچنان با داور بازی هم یک موتر مشخص شده. با بهترین داور بازی یک موتر هم داده میشه. 4 موتر 12 شتر همچنان یک موتورسیکل هم در پولی موترها دیده میشه که نمیدونم تا هنوز معلومات نریزه بر ما که او موتورسیکل به کی داده میشه. بله نو ټول اسب جان غوړ لوبغاړو غوړ لوبډلو غوړ داورانو ته هغه ټول چې بزکشي پورې اړه لري په هغوی پورې اړه لري ځکه چې ټول د همدغو لوبغاړو لوبډلو لپاره راوړل شوي دي تر څو دوی تشویق شي. هر لوبغاړی چې حلال تر سره کوي $100 ورکول کېږي. دا هم د دوی د تشویق لپاره ډېره بهتره وسیله ده. لوبغاړي لا هم کوشش کوي تر څو ښې سیالۍ نندارې ته وړاندې کړي. نو جایزې به په عموم کې توزیع کېږي د بزکشۍ هغه بهترینو ته چې بهترین سیالۍ چا وړاندې کړي بهترین لوبډلې ټیمونه خو هغه تر اوسه پورې پوره معلومات نشته چې چاته به ورکول کېږي. هغه به په وروستۍ ورځ معلومه شي. موږ به هم له نږدې څخه وګورو. بله به بهترین‌ها تعلق میگیره و دیروز هم رقابت‌هایی داشتیم که دیروز 4، البته دیروز 2 دیدار انجام شد. قبل از او هم 2 دیدار دیگه بود که بلخ و تخار با هم رقابت کردند. بلخ توانستند در دیدار به پیروزی برسند. در سوی دیگر جوانان بغلان در مقابل سمنگان رقابت کردند که جوانان بغلان توانستند در مقابل سمنگان به پیروزی برسند و بیایند به اینجا و در سیم فاینال در نیمه نهایی رقابت کنند با تیم کندوز. همچنان نیما پترول توانست در مقابل بلخ البته بدخشانی که حاضر نشد به رقابت و نیما پترول توانست که به پیروزی برسه. 3 امتیاز را به نفع نیما پترول مشخص کردند. فاریاب هم در مقابل کندوز رقابت کرد که کندوز هم توانست که به پیروزی برسه در مقابل فاریاب و 4 تیم مرحله نیمه نهایی مشخص شدند که 4 تیم یما پترول توانست در مقابل بلخ به پیروزی برسه و یما پترول رفت به مرحله فاینال. بلخ هم با مسابقه رده‌بندی رفت که بازنده این 2 دیدار میره با بلخ رقابت میکنه در مرحله رده‌بندی مقام سوم. همچنان تیمی که پیروز میشه میره با فاینال و در مقابل یما پترول که یما پترول فعلا دیگر تمام بازیکنانشان بدون شک این رقابت را بیننده هستند. نقاط ضعف نقاط قوت هر بازیکن را میبینند و میفهمند که چگونه مشخص خواهد شد که کدام بازیکن در کجا نقطه ضعف داره نقطه قوت داره. بله داسې انګیرل کېږي چې اسف جان سیالۍ به په 15 دقیقو اضافي وخت کې پای ته ورسېږي ځکه چې دواړه پیاوړي لوبډلې د حتما به لوبډله کوښښ کوي تر څو حلال ترسره شي. کېدای شي له یو څخه زیات حلالونه ترسره شي خو بیا هم ډېر هڅه او ګمان بشه چې د 15 دقیقو کې به سیالۍ پای ومومي. یا به هم قندوز یا به هم د بغلان ځوانان سیالۍ وګټي. بغلان ځوانانو لپاره ډېر ښه چانس و. لومړۍ نیمه کې ډېر ښه سټارټ آغاز پیل اخیستی و. بریدیس موټ لړله او قندوز یو څه د تاثیرات لاندې او همداشان قندوز وروسته یو ځل بیا ښه کمباک تر څو شیبو به وروسته سیالۍ پیل شي او دواړه لوبډلې هم آماده دي تر څو دغه سیالۍ پیل شي. بله تا لحظات بعد بازی آغاز خواهد شد. 15 دقیقه وقت اضافه که وقت اضافه مشخص میکنه کدام تیم میتونه به مرحله بعدی بره. 5 دقیقه تمام تیم هر دو تیم ها استراحت دارن استراحت میکنن. پس از او 15 دقیقه مشخص میکنه که کدام تیم میتونه به مرحله بعدی برن. بله نو او به ګورو چې کومه سیالۍ لوبډله به د ایما پټرول لوبډلې سیاله لوبډلو ګرځي. نو چې ایما پټرول لوبډلې به اوس راحته وي ځکه چې سیالۍ د سخت حالت ته نه ده تللې. فاینال ته وتلې له بلخ څخه یې ګټلې ده او لکه څنګه چې آصف جان یادونه وکړه د خپلو سیالو لوبډلو هغه لوبډلې چې د دوی سیالان دي قندوز یا هم بغلان ځوانان د دواړو د قوت او ضعف نقطې به یې کتلې وي. له هغې څخه په استفادې به غواړي چې پر خپل لوبډله باندې کار وکړي او هغه لوبډلې چې د دوی د ضعف دي کوم لوبغاړو کې چې ضعف نقطې دي کوم آسونو کې چې دوی ضعف د مقابل لوبډلو له هغې څخه په استفادې به غواړي چې سیالۍ وګټي. بله کندوز که کامبک خیلی خوبی داشت در نیمه دوم. خیلی خوب عالی درخشیدند. گرچه 2 امتیاز پس بودند. من گفتم در نیمه نخست که جوانان بغلان باید احتیاط کنند از امتیازهایی که گرفتن. باید کوشش کنند خوب بدرخشند در نیمه دوم. اما در نیمه دوم کندوزیان فوق العاده خوب بودن. خیلی خوب درخشیدن در مقابل جوانان بغلان و بازی را دوباره به تساوی کشاندن و حالا یعنی تساوی با این انجامید که 15 دقیقه وقت اضافه داده شود. در 15 دقیقه وقت اضافه بدون شک هر دو تیم کوشش‌های خودشان میکنن و زحمت میکشن تا بتونن امتیاز گیری کنن. هر تیمی که امتیاز گیری میکنه یک امتیاز را میگیره. یک امتیاز گلدن هست، امتیاز طلایی هست برای هر تیم.
گرچه 15 دقیقه وقت است اما یک امتیاز در 15 دقیقه خیلی یک امتیاز شیرینی هست، خیلی امتیاز خوبی هست. بریم آهسته آهسته عزیزان دل به طرف واسع احمدی و از این بازی هم لذت ببریم. بریم به سمت آغاز مسابقه. ویسال از این لحظه به صدا در میایه. 15 دقیقه وقت اضافه برای این مسابقه در نظر گرفته شد. 15 دقیقه که قرار است تفاوت هر دو رقم بزنه. در صورتی که نتونستن امتیاز بگیرن هر دو تیم، بازی به پنالتی ها خواهد رفت. مرحله پنالتی ها تشخیص خواهد داد یا مشخص خواهد کرد تیم برنده و فاینالیست دیگر. مرحله حساس سیمی فاینال یا مرحله نیمه نهایی است. برنده این دیدار وارد فاینال رقیب یما پترول میشه و بازندش باید با بلخ بازی بکنه برای مقام سومی. 60 دقیقه بازی امتیاز 4-4 به همراه داشت و وقت اضافه ببینیم که چه امتیازی را به همراه خواهد داشت. رقابت بین تیم های کندوز و جوانان بغلان کماکان ادامه پیدا میکنه. گساله در اختیار یاران جوانان بغلان هست. ببینیم که به مقصد میرسانه صدرالحق این گسالی که در اختیار داره یا خیر. راهایش میبندن، فرصت از دست هنوز نرفته، کار کماکان دنبال میشه. گساله سر زمین هست، کش و گیر بین پهلوانان هر دو تیم هست. در تلاش هستن که اولین امتیاز وقتهای اضافه را بگیرن تا اینکه کار ساده بشه در ادامه. یا کندوز یا جوانان بغلان کدام یک، ببینیم که به این مهم دست پیدا میکنه. این 15 دقیقه پایانی تعیین کننده است برای هر دو تیم. گساله سر زمین هست، ظاهرا که به اوت رفته. هر دو تیم را دعوت میکنه آقای ترکمن به مرحله جیک به جیک کار را دنبال بکنن. نه بغلانی ها دلشان میخواه که چانس حضور در فاینال را از دست بتن و نه یاران کندوز. برداشت جیک به جیک خواهد بود. 2 دقیقه از 15 دقیقه در نظر گرفته شده را پشت سر ماندیم و 13 دقیقه کمتر از 13 دقیقه تا پایان زمان هست. مرحله جیک به جیک، صدرالحق در برابر نجیب، در برابر زبی پهلوان هست. صدرالحق تلاش میکنه گساله را برداره، موفق هم میشه. گساله را برداشت میکنه، زبی برای او مزاحمت ایجاد میکنه. سید مسعود سمت راستش است اما نشد که سید مسعود خود به صدرالحق برسانه. کلا بر از او مزاحمتی هم ایجاد میکنه اما صدرالحق با تمام مصمم بودنش گساله در اختیار داره. خود صدرالحق، سید ایواز هم اضافه شد. حالا مزاحمتی برای صدرالحق به وجود میاد توسط بازیکنان کندوز. صدرالحق کلاهش برای او آزاردهنده شده. کماکان صدرالحق در تلاش برای رساندن گساله به دایره حلال اما در شرایط قرار نداشت. گساله به سمت اوت ساق داده شد و کار باید مجددا از مرحله برداشت دنبال بشه. میبینیم کشمکش بین پهلوانان دو تیم را. رقابت بسیار نفسگیری است، رقابت بسیار جذابی است. همان گونه که میبینیم مخاطبان زیادی آمدن برای تماشای این مسابقه. هزینه ای کردن، تکت هایی که خریداری کردن صرفاً به خاطر این رقابت و این رقابت هم بسیار جذاب دنبال شد. همه هواداران را میخکوب کرده سر جایشان و در انتظار هستند که کدام یک از اون دی تیم راهی فاینال میشه. در فاینالی که قرار است روز جمعه برگزار بشه پس از شاد بعد از نماز جمعه رقابت خودشان را دنبال بکنن. دوباره برداشت صورت گرفته. ببینیم که الیاس خیر یار شماره 7 تیم بغلان عزیزالله پهلوان چگونه استفاده خواهد کرد. گساله در اختیار سید مسعود قرار میده. سید مسعود هم از میدان به بیرون ساق داده میشه. گساله به بیرون غلطید. فرصت از دست پهلوانان دو تیم رفت. دومین باری است که بعد از ختم مسابقه و در وقتهای تلف شده یاران بغلان در تلاش هستند و تلاش میکنن که گساله برداشت کنن به مقصد برسانن و موفق نمیشن. 5مین دقیقه از زمانی که در نظر گرفته شد برای این مسابقه و کماکان کار با همان تساوی 4 در برابر 4 دنبال میشه. کندوز 4 بغلان 4. دیدار مرحله سیمی فاینال یا نیمه نهایی مسابقات مجددا برداشت صورت میگیره. میرن به سمت
دایره حلال باز هم فرصت برای یاران کندوز هست یا بغلان. باید ببینیم نزدیک دایره حلال امتیاز میشه یا خیر. امتیاز شد. چه قوقایی برپا شد برای بغلان. بغلان به امتیاز 5 دست پیدا میکنه. یک بار دیگر پیشی میگیره از کندوز. چه شور و قوقایی میپا میکنن یاران بغلان. خوشحالی وصف ناپذیر پهلوانان بغلان در میدان بزکشی حاجی مقیم بای. امتیاز 5 برای بغلان و اینجاست که مخاطبان کندوزی هیچ حرفی برای گفتن ندارند و مهر سکوت و آب سردی بر پیکر طرفداران کندوزی. چه زمانی به امتیاز رسیدن. حالا دوباره کار کندوز سخت شد. یک بار دیگر ببینیم ساینه های با هم دیگر مرور بکنیم چه اتفاقی افتاد که یاران بغلان یک بار دیگر پیشی گرفتن و کندوز را پشت سر ماندن. سر به زنگار رسیدن به دایره حلال و امتیاز 5 را برای بغلان به ارمغان آوردن. جوانان بغلان این بار 5 امتیاز را کسب کردند. ببینیم خوشحالی هواداران را در جایگاه. امتیاز فوق‌العاده. خوشحالی عزیزالله پهلوان جوان و شایسته و رعنای ولایت بغلانی ها باز هم سبقت میگیرن از کندوز. بوسه تحسین برانگیز سید مسعود پهلوان بر صورت عزیزالله نشانگر عملکرد فوق‌العاده عالی و کار بزرگی که این عزیزالله انجام داده هست. دوباره کار دنبال میشه. حالا دوباره کندوزی ها به دنبال بازگشت به رقابت هستند. در این مسابقه پیشگیری و در این سرعت رقابت جذاب، رقابت سرعتی جذاب، میخواستم این جمله را بگم، باز هم یاران بغلان پیشه گرفتن از کندوز. کماکان رقابت گره خورده. یک بار این بازی وارد تنش شده، بار دیگر اجازه نمیتن. عبدالسلام و زبی پهلوان در بطن رقابت هست، در تلاش هستند که گسار از زمین بردارن. یاران بغلان اجازه کار را نمیتن. 8 دقیقه است اگر اشتباه نکنم. این زمان مناسب است برای یاران کندوز به جریان مسابقه بازگردند. یاران بغلان دلشان نمیخواد کندوزیا به امتیاز برسن. بار دیگر گساله در اختیار الهام پهلوان هست. الهام یک بار امتیاز گرفته، میره بار دیگر امتیاز بگیره. باز هم کشوگیر و جنگ و جدل. اوف 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 اوف. سرشار از خشونت است این مسابقه. باز سید مسعود با الهام درگیر شد، درگیر فیزیکی. حتی الهام را به خوازه های اطراف میدان زد. بازی خیلی روش اشتباهی در پیش گرفته. دیدار بلخ و یما پترول هم خالی از این اتفاقات نبود. این اتفاقات باعث میشه که ضربه جبران نپذیری بر پیکره این بازی بومی و فرهنگی بخوره. این پیامه که این حرفی که میزنم هشدار دهنده است برای بزرگان، اسبداران و چاپندازا. اگر این خشونت دائمی بشه حتی ممکنه که بازی ها متوقف بشه و دیگه اجازه برگزاری مسابقات بزکشی داده نشه. اگر قرار است که خدای نکرده کسی از بین بره، کسی جانش به خطر باشه، مطمئناً که بزکشی در مرحله سرخ، خط سرخ قرار خواهد گرفت و وارد مرحله هشدار خواهد شد. به این دلیل باید برادران بازی بکنن، رقابت مردانه و شجاعانه ای داشته باشن. همونطور که پهلوان هستن اخلاق هم باید داشته باشن که سرلوحه اداره های ورزشی و سرلوحه هر ورزشکاری ابتدا اخلاق هست و هیچ چیزی برتر از اخلاق نیست. 10 دقیقه از 15 دقیقه در نظر گرفته شده هست و بغلان امتیاز برتری را فعلا کسب کرده. 5 دقیقه پایانی ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. آیا دوباره کندوز به جریان بازی باز میگرده یا خیر؟ اینطور که
با دل جمع بازیکنان میان به سمت برداشت گساله، به ضرر کندوز هست. الهام پهلوان خوشبختانه آسیب ندیده و هوادارانی که میبینین کار را دنبال میکنن. پهلوانا، چاپاندازا، ورزشکاران رشته بزکشی، خواهش ما، خواست همه مردمی است که بازی های خود جوان مردانه برگزار بکنن بدون خشونت. در هیچ ورزشی خشونت جای نداره. حتی رقابت های فری فایت که به ظاهر بازی خشنی است، اما در پایان هر دو ورزشکار با همدیگر دست میتند و روی همدیگر ماچ میکنن که رقابت در میدان هست و بیرون از میدان رفاقت، برادری، اتحاد. نباید خشونت کار بگیرن. 11مین دقیقه مسابقه هست. کماکان کندوز فرصت حضور در فاینال را تا این لحظه گپ بزنم از دست داده. 4 دقیقه تا پایان مسابقه زمان هست. باز هم رقابت بین دو پهلوان. یاران بغلان اجازه نمیدن. صدرالحق همواره به جای دفاع سعی میکنه که حمله بکنه. سید عوض پهلوان باز هم سرعت میگیره. اسب سید عوض پهلوان به سمت دایره حلال. سید عوض پهلوان نتونست، فکر میکنم که اسب خود کنترل بکنه و به اوت رفت. بله، به اوت رفت. گساله در زمین افتاد. ببینیم اینجا بود که اسب سرکش سید عوض پهلوان لجام نداد و کنترل سید عوض از دست رفت و گساله‌ای که در زمین فرو غلتید و اشاره ابراهیم ترکمن برای از سرگیری مسابقه. 12مین دقیقه. هرچی به پایان این دقایق نزدیکتر میشین، اضطراب مسابقه برای طرفداران کندوز که حالا مسابقه را از نزدیک تماشا میکنن بیشتر میشه. فکر میکنم که اگر مسئله‌ای به وجود بیایه باید داور مسابقه زمان را متوقف کنه. زمان مسابقه را باید متوقف کنه چون به ضرر کندوز تمام خواهد شد. ببینید تصمیم داوری چی هست. نباید بازی وارد خشونت بشه. فکر میکنم که داور منتظر هست تا بازیکن‌ها بازگردند به جریان مسابقه. فکر میکنم که بدون متوقف شدن زمان بازیکنان کندوز به جریان بازی بازگشتن. 1 دقیقه خودشان رحم و هدر دادن. این 1 دقیقه میتونست اتفاقای کلانی را رقم بزنه. کارتون بال میشه. برداشت جیک به جیک هست باز هم بین پهلوانان دو تیم. به پایان مسابقه نزدیک و نزدیکتر میشیم. دوباره برداشت صورت گرفته. مجددا میرن به سمت دایره حلال. صدرالحق هست. فکر میکنم باز هم فرصت برای جوانان بغلان. امتیاز دیگری در راه هست یا خیر؟ جوانان بغلان میرن به امتیاز برسن یا خیر؟ کار تمام است. کار تمام است برای کندوز. 6مین امتیاز. صدرالحق است که تفاوت‌ها را رقم میزنه. صدرالحق است که مثل یک ستاره میدرخشه در کهکشان بزکشی. حالا دیگه کار کندوز تمام شد. کندوز دیگه هیچ حرفی برای گفتن نخواهد داشت. آخرین امیدهای کندوز از بین رفت. آب سردی بر پیکر کندوزیان و جوانان بغلان شجاعانه و مردانه رفتن به فاینال مسابقات برابر ما پترول. چه مسابقه ای، چه پهلوان شایسته این شماره 4 ولایت بغلان. صدرالحق شجاع و نترس و لایق و ورزیده. ببینیم چگونه خوشحالی میکنه. امروز روز این پهلوان شجاع بود. صدرالحق تفاوت‌ها را رقم زد. دست به کار بزرگ زد. یک تنه تیم جوانان بغلان را برد به فاینال برابر یما پترول. هیچ کس جلوگیری عمل کرده شجاعانه این پهلوان را نداشت. 40 ثانیه تا پایان مسابقه. حتی فکرش هم نمیتونیم بکنیم که کندوز شانس بازگشت داشته باشه از این 30 ثانیه پایانی. 6 در برابر 4. 15 دقیقه طوفانی برای بغلان.
بغلان جان داد امتیاز نه. کشمکش برای دو پهلوان. چه رقابت شایسته. ببین چه خوشحالی میکنه در مرحله ای که گوساله را کشف میکنه. هواداران را تقاضا میکنه که شادی و خوشحالی بکنن. بازی به پایان رسیده. منتظر ویسل باشین. بله بازی به اتمام رسید و تیم شایسته و شجاع و لایق و پهلوانان نترس بغلان به فاینل رفت. مثل سال پار، مثل دوره گذشته این تیم وارد فاینل میشه. برابر ستاره های پرشمار یما پترول رقابت میکنه و کندوز وارد مرحله ترت پلاس یا بازی ردبندی میشه. باید برابر بلخ رقابت بکنه. چه مسابقه ای بود، چه جذابیتی داشت. امیدوار هستم که از این مسابقه و گزارش بازی لذت برده باشین. چقدر هوادار آمده بود این مسابقه را تماشا کنه. چه هیجان، چه شوری، چه انگیزه ای، چه بولوایی ایجاد کردند. بله نه کندوز، نه ستاره های پرشمار کندوز، بغلان، جوانان بغلان وارد فاینل شد. تا فاینل دور دوم مسابقات بزکشی مزار شریف بین کندوز و یما پترول، نه بین یما پترول و جوانان شایسته بغلان برگزار بشه و کندوز رقیب بلخ شد. چه حالیست، چه شوریست. میبینیم چه پولی بر سر این پهلوانان ریخته میشه. چقدر خوشحال هستن، چقدر زیبنده این پیروزی بودن، چقدر استحقاق و شایستگی این پیروزی را داشتن. جوانان بغلان کار نه کارستان کردن و دست به کار بسیار بزرگی زدن. اینجاست که شجاعت، انگیزه و استعداد لازمه کار است تا بتونی کار بزرگی را انجام بدی. نه پهلوانان پر آوازه، نه اسبای آنچنانی. ارق میهنداری و ارق شایستگی را داشتند و به این مقام و جایگاه رسیدند. بریم به سمت همکاران ما از این گزارش لذت بردیم و مطمئن هستم شما هم از این مسابقه جذاب لذت کافی و وافی بردین. حکمت است که نگه. واو واو واو، عجب رقابت شهیدی، عجب یک بازی را داشتیم. کمتر از فاینال نبود، کمتر از یک دیدار حساس جذاب و دیدنی نبود. چه یک سیمی فاینال داشتیم، چه یک نیمه نهایی داشتیم، چه یک رقابتی بود. بغلان با شایستگی کامل توانست به فاینال برسه، با شایستگی کامل توانست کندوز را شکست بده. در 15 دقیقه نیمه وقفه های اضافه توانست جوانان بغلان تیم پرقدرت کندوز را شکست بده و راهی فاینال حریف یما پترول شود. بله بغلان ځوانان یو ځل بیا خپل استعداد، خپل هغه ځوان انرژي، خپل قوت وښود. تکړه او پیاوړې لوبډلې کندوز ته ماته ورکړه. څومره په زړه پورې سیمې فاینال، څومره په زړه پورې نیمه پایلوبه. نو پایلوبه به څومره د خوند او رنګ څخه ډکه وي چې نیمه پایلوبه دومره له خوند او رنګ څخه ډکه وه. نیمه نهایی که این گونه بود نمیدانم فاینال چگونه خواهد شد. یک فاینال فوق العاده عالی 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 خواهیم داشت. در این سمت صدرالحق پهلوان را داریم. صدرالحق پهلوان بیا و صحبت می داشته باشیم. تبریک باشه، فینالیست شدین صدرالحق، خسته نباشی. تبریک. چون بله هواداران، بله صدرالحق پهلوان تبریک باشه، پیروزی. چقدر آمادگی خواهد بود به فاینال بازی؟ سلام عرض ادب خدمت تمام بینندگان عزیز و همچنان خدمت شما. یک تشکر خاص میکنم از تلویزیون ملی اسپورت و همچنان یک تشکر خاص از شرکت یما پترول بابت برگزاری همچنان ورزش بزکشی افغانستان. دیگه ما آمادگی خاص خدا گرفتیم، دیگه توکل به خدا، خیلی زحمت کشیدیم. ما آمدیم دیگه توکل به خدا به خاطر صدرالحق. قدر انرژی از کجا شد در جوانان بغلان که کندوز را همگی فکر میکرد شاید کندوز بتونه به فاینال بره، اما برعکس شد. اما جوانان بغلان ثابت ساختن که عالی هستند. جوانان بغلان چقدر آمادگی گرفته بودن برای رقابت تا بتونن کندوز را با این نتیجه شکست بدن. شکر جوانان بغلان همگیش جوانان فعال و ورزشکار هستن، ورزش دوست هستن که در عرصه بزکشی همگیشون دیگه آماده هستن. دیگه ما هم آمادگی خود گرفته بودیم، بخی با آماده بودیم. دیگه صحیح است که نسبت به تیم کندوز ما کم جیفه و کم است بودیم، است نداشتیم. خب ولی ورزشکاران ما همگیشون خدا رو شکر آماده بودیم به خاطر مسابقه.
این صدرالحق همه قدر درخشان در فاینال هم خواهد بود، در فاینال هم همین صدرالحق را ما خواهیم دید یا خیر؟ بله اگه ان شاء الله زنده بودیم با امید خدا ما همیشه مستیم ببینیم که چه که رضای خدا بود دیگه ان شاء الله. شهیدی اگر کدام سوال داری شهیدی؟ پایلو به تخپل مینوالو ته څومره زیری ورکول چې او چې پایلو باندې ما پټرول لوبډلې څخه ګټې کې نه ګټې خاصه به تر سره کوي با خاطر فاینال. بله به خاطر فاینال چقدر آمادگی دارین و آیا فاینال هم امیدواری میتین برای هواداران بغلانی برای بغلانی ها و اطمینان میتین که بتونین فاینال هم در مقابل یما پترول به پیروزی برسین؟ امیدم میسپاریم به خداوند دیگه ببینیم چیزی که رضای خدا باشه. ما کوشش خدا به خاطر خداوند دیگه ببینیم چیزی که رضای خدا باشه. ما کوشش خدا به خاطر میتیم، توان خدا به خاطر میتیم، کوشش میکنیم که ما باید مقام اول کسب کنیم دیگه. این مسابقه اگه اصل برد و باختش خود داره که هر کدامش که برد دیگه با امید خدا ما کوشش خدا میکنیم، زحمت خدا میکشیم. صدرالحق شانس خوب میخوایم در فاینال، مبارکتان باشه، رفتین به فاینال، در فاینال میبینیم. خیلی سپاس. هم مبارک، بیاد هم مبارک. صدرالحق امروز فوق العاده عالی بود، توانست صدرالحق با یارانش جانان بغلان را به فاینال ببره و یما پترول به فاینال در مقابل یما پترول رقابت خواهد کرد. د بغلان ځوانانو دواړه ورونه سید ایواز او سید مسعود شتون لري چې دواړه د راش تر څو د هغوی سره بله سید ایواز و سید مسعود دو برادر را میخواین، دو برادر که امروز توانستند هر دو کندوز را شکست بدن. واو دو برادر خوب. البته تبریک باشه پیروزی. چه حس و حالی دارین فعلا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب خدمت شما، خدمت همکاران عزیزتان. یک سلام خاص به بیننده تلویزیونی ملی. تشکر. هوای پیروزی را از صدق دل به هوادارای ما، به دوستای ما، به همه مردمی از آمادگی داشتین، چقدر اطمینان داشتین و چقدر هوادارانتان اطمینان میدادین که با این همه ستارهایی که کندوز داشت شما بتونید کندوز را شکست بدین؟ کندوز هم واقعا تیم قوی بود. هم ما بچه‌ها گفته بودیم خدا فدایی میکنیم، خدا فدایی میکنیم. بچه‌ها کلی واقعا از صدق دل زحمت کشیدن که ما پیروز شدیم. پیروزی را به همه مردم ما، با خصوصا به کلی به افغانستان تبریک میگم. بله ل پیاوړي کندوز لوبډلې سره لومړی خو بیا هم تاسو مبارکي وای له داسې پیاوړي لوبډلې سره داسې لوبه تر سره کول څه ښایي او فکر او تصور ته خپل کوي چې داسې سره به تر سره کړي؟ قربان شما در قدم الله. السلام علیکم و رحمت الله. مسعود پهلوان شیرپور هستم، یک تن از پهلوان ولایت بغلان و یک تشکر خاص از شما که بسیار وقت زحمت کشیدین و از کامرامین عزیز و از جناب سرور جلال که تورنمنت برگزار کرد و از نیروهای امنیتی، از جناب کمیته ملی المپیک، از تماشاچی عزیز بسیار خوشی میکنم چون اگر دشمن قوی است نگهبان قوی تر است. هیچ ما را مد نظر نمی گرفت. پیروزی را به تمام ملت افغانستان خصوصا به ملت ولایت بغلان تبریک میگم. ما خوشبختانه خوب رزمیدیم، هرچند بسیار بد اخلاقی هم کردن خیر دوستای ما، هیچ مشکل نیست. ما بازم پیروزی را تبریک میگم به مردم افغانستان و بالخصوص به مردم ولایت بغلان. بسیار خوش هستم، بسیار زیاد خوش هستم. همین گونه که بازیکنان احساساتی میشن بدون شک اطمینان دادم میتونم که هواداران بغلانی ها که فهمین اکنون برنامه را بیننده هستند همین گونه هشک میریزن. سیدی از همین احساسات خودت میشه که بر ما بیان کردی برای هواداران همین گونه شما را بیننده هستند از طریق چنل ملی اسپورت؟ به خاطری که احساسات هست بسیار عریف قوی بود، سر ما شمار نمیکرد. این تو الله بود که ما را پیروز کرد. دیگه پیروزی را باز دوباره به تمام مردم افغانستان خصوصا به هوادارا و دوستان بسیار تبریک میگم. این انرژی را که جوانان بغلان امروز ثابت ساختن که چقدر انرژی دارن، چقدر پرقدرت ظاهر میشن، آیا در فاینال هم جوانان بغلان همین گونه عالی خواهند درخشید؟ یما پترول آیا ترس خواهد خورد؟ طبیعی است که با این بازیتون ترس خورده. آیا در فاینال هم همین گونه جوانان بغلان رقابت خواهد کرد؟ خدا وعده میدم که این رقمی که فدایی که بازی کردیم این رقم آماده است ان شاء الله با توکل خدا. دیگه شانس خوب به هر دو برادر. ډېره مننه. بیا هم تاسو ته مبارک. تشکر. ډېره مننه. ډېره مننه. با جوانان بغلان تبریکی میتیم به فاینال رفتن. یما پترول در فاینال منتظر این تیم هست، منتظر جوانان بغلان هستند تا برند به فاینال. روز جمعه راست ساعت 2 رقابت عالی را انجام خواهد داد. یک فاینال امروز هم داشتیم شاهدی، واقعا عالی بود، لذت بردیم. له فاینال څخه هیڅ کم نو او دغه احساساتي شیبه د پهلوان له سترګو څخه د اوښکو راتلل دا په همدغه ډاډ په همدغه احساس سره په لوړ مورال سره په فاینال یا فایلوبه کې له یما پټرول سره لوبه تر سره کوي. زه باوري یم چې د یما پټرول تر ټولو ستر رقیب د بغلان ځوانان دي. بله جدول بالاخره کامل شد. بالاخره تمام خانه خالی هایی که وجود داشت پر شد. در ردبندی بغل در مقابل کندوز رقابت خواهد کرد. در فاینال روز جمعه راست ساعت 2
تیم البته یما پترول در مقابل جوانان بغلان رقابت خواهند کرد. بله، بلخ او کندوز به د جمعې په ورځ په 10 بجو باندې سیالۍ ترسره کړي چې ښکلې سیالۍ به وي. ما پټرول او بغلان به په 2 بجو باندې د جمعې لمانځه څخه وروسته سیالۍ ترسره کړي چې فاینال به وي او تر ټولو حساسه، تر ټولو هیجاني او له مینوالو څخه ډکه سیالۍ به وي. بله، ما هم میخوام یادآور شم مرحله رده‌بندی فردا رخصت است. تیم عزیزان دل میدونید که کرکت را ببینید از ملی اسپورت. روز جمعه راس ساعت 10 مرحله رده‌بندی است، مقام سوم هست. راس ساعت 2 روز جمعه پس از وقفه نماز با بازی فاینال، بازی بزرگ. بله، اسف جان هم یادونه وکړه د پایلو به بنستره پایلو به وي. دواړه لوبډلې ډېرې پیاوړې لوبډلې دي، هیڅ شک نه لیدل کېږي، هیڅ حدس او ګمان نه کېږي د دواړو لوبډلو چې کومه لوبډله به بریا خپلوي. بله، ما هم استراحت میکنیم. این روز لوکس، این روز پر از شور و هیجان به اتمام رسید. جوانان بغلان با آرزویشان رسیدن به فاینال رفتن در مقابل یما پترول. ما هم میریم وقفه میگیریم، ما هم میریم رخصت میگیریم، یک روز پنجشنبه رخصت میگیریم. روز جمعه راس ساعت 10 همکاران ما باز لایو میشیم و در ملی اسپورت بازکشی را بیننده باشین.